سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با این برنامه تماس مستقیم و در خدمت شما بزرگواران هستیم با پاسخ به سوالاتی که عزیزان ما فرستادن. همونطوری که قول داده بودیم در این هفته سعی میکنیم بیشتر سوالاتی رو که عزیزان ما از طریق واتساپ برنامه فرستادن رو پاسخ بدهیم. بیننده عزیزی سوال کردن که روافض ادعا دارن که در زمان خلفای راشدین و بنی امیه نوشتن احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ممنوع بوده و تا زمان بنی عباس و کسی جرأتشو نداشته که حدیث رو بنویسه. در باره این شبهه صحبت بکنیم. ببینید دوستان عزیز و گرامی، تعدادی از دشمنان اسلام، مستشرقین و صلیبی ها این شبهه رو مطرح کردن، همچنین روافض این شبهه رو مطرح میکنن و بعضی از جهال اهل سنت و کسانی که حالا با مطالعه چند کتاب و بعد از مدتی که با کتاب و کتابخوانی سر و کار داشتن یا از شبهات روافض یا مستشرقین متاثر شدن، از اهل سنت نیز این شبهه را بیان کردن، مانند آقای حکمتیار که ما قبلا در موردش صحبت کرده بودیم که بله رسول الله صلی الله علیه و سلم از احادیث نوشتن منع کردن و صحابه نمی نوشتن و از این حرفا. قضیه احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم برای اینکه واضح بشه برای شما عزیزان باید مفصل صحبت بکنیم و آن اینکه اولین مرحله در مورد احادیث مرحله نهی از نوشتن احادیث بود. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث صحیح فرمودن که لا تکتبوا عنی و من کتب عنی غیر القرآن فلیمحه. از من اگر چیزی نوشتید اولا ننویسید و اگر نوشتید غیر از قرآن هر چیزی از من آن را پاک بکنید، از بین ببرید. این مرحله نزول قرآن بود. خواستن اوایل نزول قرآن که هنوز شرایع دین، هنوز احکام دین مستحکم نشده بود و وضعیتی که در صدر اسلام در مکه مکرمه بود یک وضعیت نابسامان و آشفته بود، توطئه و دسیسه‌های مشرکین از یک طرف و اوایل دوران مدنی هم خب درگیری‌های بدر بود و احد بود و توطئه‌های یهود بود و خلاصه رسول الله صلی الله علیه و سلم و مسلمانان در موقعیتی نبودن که به وضعیت اداره به اصطلاح شهر یا حکومت یا مسائل علمی یک سر و سامانی ببخشند. دلیل نهی از نوشتن احادیث در صدر اسلام در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم این بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم جواب این شبهه رو در همین روایت دادن، لا تکتبوا عنی و من کتب عنی غیر القرآن. به خاطر این بود که مردم فرق نمی کردن بین کلام الله و کلام رسول صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی یک آیه نازل می شد، رسول الله صلی الله علیه و سلم شرحش رو بیان می کردن، تفسیرش رو بیان می کردن، حکمش رو بیان می کردن و توضیح می دادن برای مسلمان ها. صحابه این رو می نوشتن، هم آیه رو می نوشتن و هم اون شرح و تفسیر و توضیحی که رسول الله صلی الله علیه و سلم می دادن می نوشتن. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به خاطر اینکه صحابه رضوان الله تعالی عنهم اجمعین خلط نکنن بین قرآن و بین سخنان رسول الله صلی الله علیه و سلم، از کتابت سخنانشون منع کردن و این یک امر طبیعی بود و امکان داره که گاهی اوقات مثلا خلط بشه بین سخنان پیامبر و وحی الهی. بعد از اون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که امور مستقر شد، کاتبان وحی مشخص شدن، سیدنا علی بود و ابن مسعود بود و
خیلی دیگر در اواخر سیدنا معاویه بود. اینا کاتبان وحی بودن که در حضور رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آیات که نازل میشد بنابر دستور رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در جایی که باید این آیه نوشته میشد در اونجا این آیه رو درج میکردن، مینوشتن. بعد از اون چون این خطر برطرف شد و دیگه هر کی نبود که برای خودش بخواد مصحفی بنویسه و خلاصه خلط بشه بین احادیث و بین آیات قرآن کریم، پیامبر صلی الله علیه و سلم اجازه نوشتن احادیث رو دادن. حتی امام بخاری بابی داره در کتابش، باب کتابت العلم، که در اون باب احادیثی رو که دلالت بر جواز نوشتن احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده است رو جمع آوری کرده و حدیث صحیح و صریح از رسول الله صلی الله علیه و سلم است که فرمودن اکتبوا فهو الذی نفسی بیده فوالذی نفسی بیده ما یخرج منه الا حق، یعنی اشاره کردن که از زبان من به جز سخن حق خارج نمی شود. و این وقتی بود که همونطوری گفتم امور مستقر شده بود و کاتبان وحی مشخص شده بودند و صحابه فرق می کردن بین کلام رسول الله صلی الله علیه و سلم و بین قرآن کریم یا وحی الهی. رسول الله صلی الله علیه و سلم هر آنچه که از احادیث بیان کردن مانند قرآن وحی الهی است، به این معنی که قرآن کریم کلام الله است، با خواندن آن انسان اجر و پاداش میگیرد. کلام الله سبحانه و تعالی است. احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده الله سبحانه و تعالی از زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم است و بیشتر شرح و توضیح امور دین است، مانند شرح و تفسیر قرآن کریم، بیان احکام دین و آنچه که برای یک مسلمان لازم است. دلیل این که کلام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم وحی است، الله متعال در قرآن کریم می‌فرماید که و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از هوا و هوس سخن نمیگوید، هر آنچه که ایشان میفرمایند وحی الله سبحانه و تعالی است. و چون پیامبران توسط وحی کنترل میشدند، هیچ وقت امکان نداره که پیامبری سخن اشتباهی که مخالف با اوامر الهی باشد را، مخالف با خواست الله متعال باشد، مخالف با دین باشد، مخالف با عقیده اسلامی باشد را بیان بکند. دلیلش هم چی است؟ چون پیامبر توسط وحی کنترل میشد. ما در آیات زیادی در قرآن کریم داریم که الله سبحانه و تعالی یک امری رو پیامبر میخواستن به یک طریقه دیگه انجام بدن یا انجام دادن، همان لحظه الله متعال اومد این رو اصلاح کرد. عبس و تولا، وقتی که پیامبر روگردان شدن از آن کوری که آمده بود در مورد آیات الهی میپرسید، عجله داشت که زودتر اگر چیزی بر پیامبر نازل شده یاد بگیره، در حالی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مشغول دعوت سران مشرکین بودن. پیامبر روی گرداندن، یعنی که بابا الان وقتش نیست، ول کن، بذار کارم تمام بشه بعد میام خدمت تو. الله متعال همین رو هم نپذیرفت، آیه نازل کرد، فرشته وحی آمد گفت ای پیامبر تو از روی میگردانی از کسی که مؤمن است، مسلمان است، میدوه به سوی تو به خاطر اینکه آیات الهی رو تو از اون روی میگردانی. ببینید همان لحظه الله متعال اومد و فرشته وحی رو فرستاد و این اشتباه رو به اصطلاح اصلاح کرد. یا پیامبر اجازه دادن به بعضی از منافقین، الله متعال به پیامبر همان لحظه وحی نازل میکنه که عفا الله عنک لما اذنت لهم، خدا از تو بگذره، خدا تو رو ببخشه، الله متعال تو رو بیامرزه، تو چرا به اونا اجازه دادی؟ پس وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم با وحی کنترل می شدن از طرف الله سبحانه و تعالی که هیچ گونه اشتباهی، خطایی در دین سر نزند، پس اگر سخن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بنابر ادعای بعضیا که میگن که وحی نیست، بالفرض محال این رو هم قبول بکنیم، همین که الله متعال چیزی نگفته، فرشته وحی نفرستاده، آیه‌ای بر رد این حدیث نیامده، یا اگر این سخن پیامبر علیاذ بالله اشتباه می بود الله متعال اصلاح نکرده، همین خودش که الله متعال سکوت کرده دلیل بر این است که این
حق است و سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم چون شارع دین هستند قابل اجراست. و اینکه در زمان بنی امیه و بنی عباس از نوشتن احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم منع شده بود، این یک دروغی است. هیچ کس همچین چیزی نگفته. حالا اگر در بعضی از کتب تاریخی همچین مطلبی آمده باشه، این دروغی بیش نیست. نه در زمان بنی امیه و نه در زمان بنی عباس همچین اتفاقی نیفتاده. مثلا عبدالله ابن عباس که همین بنی عباس خودش را منسوب به عبدالله ابن عباس میدونن، یکی از راویان بزرگ احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و در بین بنی امیه عثمان ابن عفان، معاویه ابن ابی سفیان، تعداد زیادی از صحابه‌ای که از بنی امیه بودن راویان حدیث هستند. اگر همچین چیزی بود، پس خود سیدنا معاویه که حالا میشه گفت که بنیانگذار سلسله بنی امیه بودن، خود سیدنا معاویه احادیث برای ما روایت کردن. همچین چیزی دروغ است و باطل است. کتب احادیث یعنی غیر کتب تاریخ است. در تاریخ شما هر چی میتونید پیدا بکنید، چون تاریخ از زبان هر کس نوشته شده و خود مورخین مانند امام طبری و غیره در مقدمه تواریخشان همیشه این رو ذکر کردن که شما وقتی که این کتاب رو مطالعه میکنید باید تحقیق بکنید، جستجو بکنید، روایت رو بررسی بکنید، راست رو از دروغ و دروغ رو از راست جدا بکنید. این در مورد سوال بیننده عزیز و گرامی. سوال کردن که میگویند روایتی در صحیح بخاری هست که حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه میفرماید اگر بعضی از احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را نقل کنم گردنم بریده می شود. درباره اینم صحبت کنید، اجرتان با الله سبحانه و تعالی. یکی از شخصیت هایی که واقعا مورد ظلم و جفای دشمنان اسلام، باز دوباره بگیم خاورشناسان، روافض و جهال منسوب به اهل سنت قرار گرفتن، سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنه است که تهمت‌های زیادی به ایشان زدن که ایشان از این تهمت‌هایی که زدن مبرا هست. کسانی که می‌خواهند در مورد شخصیت ایشان مطالعه بکنند و شبهات رو بدانند و به این شبهات پاسخ علمی داشته باشند، کتاب البرهان یا در فارسی برهان در تبرئه ابو هریره از بهتان کتاب جالبی است. این کتاب رو شما عزیزان می توانید از سایت قلم یا عقیده یا از سایت اسلام هاوس سرچ بکنید. برهان در تبرئه ابو هریره از بهتان کتابی است که در این کتاب شبهات و تهمت هایی که به ایشان وارد شده پاسخ مفصل بهش داده شده. اما در مورد اینکه روایتی است در صحیح بخاری که ابو هریره رضی الله تعالی عنه میفرماید که اگر من بعضی از آن چیزهایی رو که از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم روایت بکنم یا بازگو بکنم، اینجا اشاره میکنه که یعنی شاهرگ گردنم را میبرن یا شاهرگ گردنم بریده میشود. ببینید علما در مورد این سخن سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنه بیان کردن که آنچه که سیدنا ابو هریره میخواست و منظورش بود و هدفش بود، بعضی از روایات و احادیثی بود که در باب فتن و امرای ظالم از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شنیده بود و طبیعتاً بنابر مصلحت زمان نمیخواست این رو بیان بکنه، خاصا احادیثی که در مورد فتن آخر از زمان بود، چون میدونید که بعضی از امرای ظالم و ستمگر نمیتونن تحمل بکنن سخن حق رو که از زبان کسی خاصتا اون حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باشد در بین مردم نشر شود. اما اینکه آیا سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنه سخن حقی رو که نیاز جامعه بوده، احکام دین بوده، این رو نگفتن، این نه، حاشا و کلا که ایشان همچین عملی انجام داده باشن، چون
الله سبحانه و تعالی میفرماید که ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس في الكتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. یعنی کسانی که پنهان میکنن آنچه که ما نازل کردیم از بینات، یعنی امور آگاهی دهنده و روشن و هدایت که برای مردم آشکار شده است در کتاب، اگر اینها پنهانش میکنن، کتمانش میکنن، اینها مورد لعنت الله سبحانه و تعالی و لعنت کنندگان واقع میشوند. و سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنه این رو میدونست. و اما بعضی از سخنها و بعضی از حرفها در هر جایی گفته نمیشه و مصلحت گاهی اوقات ایجاب میکنه که انسان بعضی از مسائل رو که حالا از امور مهم دین الله سبحانه و تعالی نباشه اون رو چیکار بکنه؟ بیان نکنه، مادامی که نیاز نیست. حالا یک نفر بیاد مثلا در پیش یک حاکمی است، در یک کشوری زندگی میکنه، بعد این حاکم در این کشور امنیت رو ایجاد کرده، عبادت هست، شریعت برقرار هست، امور دین مردم رو به راه هست، اقتصاد، امور اجتماعی، امنیت، همه چیز وجود داره، اما این حاکم ستمگر هست، فاسق هست، فاجر هست. دین اسلام ببینید نمیخواد هیچ وقت در جامعه حرج و مرج واقع بشه. دین اسلام هیچ وقت نمیخواد که به خاطر یک شخص یک جامعه به آشوب کشیده بشه. یک شخص هست، فاسق هست، فاجر است، حالا حاکم است در یک کشوری، مانع از امور اینا رو تاکید میکنم، مانع از امور شرعی نمیشه، مانع از مساجد و نماز و مدارس و احکام دین نمیشه. شریعت الله سبحانه و تعالی از طریق محاکم شرعی، علما، اینا آزاد است و دین الله سبحانه و تعالی قائم است. حالا این طرف به طور مثال مبتلا شده به شرابخوری، حالا باید چی کار کرد؟ آیا باید مردم این شهر بلند بشن این امیر شرابخوری رو که در این شهر امنیت ایجاد کرده، شریعت الله سبحانه و تعالی قائم هست، دین الله سبحانه و تعالی قائم هست، مشکل اجتماعی، اقتصادی، امنیتی وجود نداره، به خاطر که این یک نفر رو ما میخوایم اصلاح بکنیم شهر باید بلند بشه، کودتا بکنه، انقلاب بکنه، این رو بکشن؟ نه، دین این رو نمیگه. میگه نه، اینجا مصلحت جامعه این رو ایجاب میکنه که ما این فساد و فسق و فجور که برای شخص خودش هست این رو ما بهش کاری نداریم. مانند یکی از افراد جامعه که داخل خانه خودش مثلا شراب میخوره، مرتکب فسق و فجور میشه، مادامی که علنی نیست، مادامی که کسی خبر نداره، حکومت اسلامی حق تجسس نداره که بره تک تک خانه ها رو بگرده که والا تو خونه فلانی ما شراب پیدا کردیم، تو خونه فلانی مثلا آلات قمار پیدا کردیم میفلان. اما اگر حاکم یا یکی از افراد جامعه این عمل رو بیاد آشکارا انجام بده، اشاعه فساد بکنه، در مقابل دین و شریعت الله سبحانه و تعالی قرار بگیره، به کتاب الله و سنت رسول الله حکم نکنه و جامعه رو به اصطلاح به فساد بکشانه، در اون صورت بیان این مسائل بر علما، بر دعوتگران واجب است که بیان این اشتباهات رو چیکار بکنن؟ اصلاح بکنن. به خاطر همین علما همه آنچه که در مورد این روایت و بقیه روایت های دیگری مانند این از ابو هریره رضی الله عنه و دیگر صحابه بیان شده رو به این گونه تفسیر کردن که اینا امور مهم دین نبوده، روایاتی بوده متعلق به فتنه های آخر الزمان و در مورد امرای ظالم و ستمگر که به همین دلیل سیدنا ابو هریره رضی الله عنه از گفتن اون به اصطلاح سر باز دادن. به طور مثال ما شخص دیگری رو داریم در بین صحابه، حذیفه رضی الله عنه، صاحب سر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی چیزا رو به حذیفه گفتن و بهش تاکیدم کردن که اینو به کس نگو. از گفتنش یعنی از بیانش برای عامه مردم منع کردن. به طور مثال اسمای منافقین رو به حذیفه گفتن که فلان 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 منافق است.
اما تاکید کردن که این رو بیان نکن. یا به بعضی از صحابه بعضی از مسائل رو فرمودن و گفتن این رو بیان نکن، چون بیان این مطلب نفع و ضرری به حال مسلمان ها نداشت. به طور مثال سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه وقتی که به خلافت رسید، هر موقعی که چند بار مثلا میپرسه از حذیفه که بگو کیا بودن اینا، یا امیرالمومنین میگه منو معاف کن، یعنی من نمیتونم اینو بیان بکنم چون این سر رسول الله صلی الله علیه و سلم. بعد یک کار دیگه میکنه، باش هر موقعی که یک امیری رو، یک استانداری رو، یک شخصی رو، شهرداری رو جایی تعیین میکنه، والی تعیین میکنه، میاد حذیفه رو صدا میکنه، میگه حذیفه این که من تعیین کردم این که از اون جمله نیست، یعنی از جمله منافقین نیست. بعد حذیفه میگه نه نیست. بعد اون رو اوکی خلاص این رو تعیین میکنن. خیلی از مسائلی بوده که نیاز نبوده، یعنی جزء احکام شرعی واجب الاجرا بر مسلمان ها نبوده، به خاطر همین صحابه این رو نقل نکردن یا سیدنا ابو هریره نقل نکرده. اما اگر این مسائل از جمله مسائل مهم دین و شریعت بود، حتما این رو بیان میکردن. و این شبهه‌ای است که همونطوری که عرض کردن در مورد سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنه مطالب زیادی دشمنان گفتن و در این مورد شبهات زیادی وجود دارد که به کتاب برهان میتوانید مراجعه بکنید و جواب این شبهات رو در اونجا مفصل دادن. بیننده عزیزی که چهارشمار آخرشان 28-29 هست، نوشتن یک فرد مسلمان اگر در شرک اکبر و یا کفر اکبر واقع شود میتوان با او گفت که مشرک، یعنی اسم شرک را میگیرد؟ ببینید دوستان عزیز، در اینجا یک مطلب مهمی رو من باید خدمت همه شما عزیزان بیان بکنم. اطلاق اصطلاحات شرعی بر یک شخص وظیفه عامه مسلمان ها نیست. این وظیفه حاکم است، وظیفه قاضی است، وظیفه علما است، وظیفه دارالافتاء است، وظیفه مجتهدین است. اینها هستند که با در نظر گرفتن شرایط و ضوابط و موانع این احکام رو بر کسی اطلاق میکنن. یعنی وظیفه تک تک ما این نیست که بگردیم در کوچه مثلا دیدیم که یک نفری از جلوی یک مثلا توی ویترین یک بوتی رو گذاشته بودن، این از جلوی این بوت رد شد، یک سرشو خم کرد. خب بعد از اون ما بگیم که آخ این مشرک است چون سرش رو در مقابل بت خم کرد. این گونه صادر کردن احکام وظیفه عامه مسلمان ها نیست. این وظیفه علما، دعوتگران، شخصیت هایی که دارای علم و دارای نفوذ و دارای سلطه هستند در جامعه. و الا جامعه به گند کشیده میشه که هر کس الان مثلا ببینید ابو فلان مدنی، ابو فلان کوفی، ابو فلان بغدادی، ابو فلان نمیدونم خراسانی، عکسشو کسی ندیده، نمیدانی کی هست، پسر کی هست، کجا درس خوانده، از کجا آمده، میاد در پشت سوشال میدیا مثلا در فیسبوک، در یوتیوب شروع میکنه او این کافر است، این مشرک است، این کافر است، این مشرک است. تو کی هستی که به مردم همین کلمات شرعی رو داری، اصطلاحات شرعی رو داری اطلاق میکنی؟ تو چه کاری؟ هر کسی که با اسم مستعار بدون نشان دادن صورتش، بدون فهمیدن این که این کی است، از کجا هست، میاد این اصطلاحات شرعی رو به علما، به دعوتگران یا به عامه ناس یا به جوامع اسلامی اطلاق میکنه، یقین داشته باشید که یک ریگ در کفشش است. یا استخبارات یهود است یا استخبارات نصارا است یا جوان فریب خورده نادانی است که آلت دست آنها قرار گرفته است و میخوان در جوامع اسلامی آشوب و فتنه ایجاد بکنن. مثالی که آوردم، همین کسی که اومد مثلا سرشو خم کرد در مقابل یک بوتی که در پشت یک ویترین یک مغازه گذاشته بودن، الان ما بگیم آخ مشرک شدی، تو سجده کردی، رکوع کردی در مقابل بت. ببینید اینجا وظیفه مثلا آمرین بالمعروف و ناهین عن المنکر یا ادارات امر بالمعروف یا علما یا مصلحین یا دعوتگران یا حتی کسانی که میخوان رفع شد و برادر میبخشید سلام علیکم، حال شما خوبه، شما رو دیدم که سجده کردی، رکوع کردی در مقابل این بود،
بعد مثلا برگرده به شما بگه نه برادر رکوع چیه، سجده چیه، من نمیدیدم، متوجه نبودم، که کمی خودم رو خم کردم تا ببینم که این چیه پشت ویترین گذاشتن. یعنی نمیشه که با نگاه دیدیم ما یک چیز رو تمام بیم حکم کفر طرف رو صادر بکنیم که این کافر شد یا مشرک شد. بعدش علما، مجتهدین، اهل دین ضوابط گذاشتن، شرایط گذاشتن برای تکفیر یک نفری رو حکم کفرش رو صادر کردن. یکی چی است؟ دلیل صریحی از قرآن و سنت صحیح بر کفر بودن عمل یا سخنی که از این فرد صادر شده است وجود داشته باشد. به طور مثال یک شخصی اومد در یک منبری بلند شد گفت که اصلا مثلا علیه بالله خدای وجود ندارد، قرآن اصلا کتاب خدا نیست، رسول الله صلی الله علیه و سلم اصلا پیامبر نیست، این ارکان دین همش چیزا مزخرفی است، اصلا وجود نداره، بهشت و دوزخی نیست. اینا دیگه اموری است که بیین است، آشکار است. در این حالت آیا ما میگیم او کافر شدی بزن بکشش؟ چون وقتی کسی رو که کافر گفتی دیگه خونش مالش حلال است. نه، بازم اینجا وظیفه ما تو نیست. وظیفه حاکم است، ولی امر است، محکمه شرعی است، علما هست که این طرف رو بنشانند، بگن برادر تو همین حرفی رو که زدی دلیل چیه؟ حالا بگه من دیشب مثلا رفتم یک کتابی رو خوندم، در این کتاب هم چیزا نوشته بود، من که علم دینی ندارم، حرف کتاب رو باور کردم. علما میشینن باش بحث میکنن، میگن نه خیر، این که در این کتاب گفته به این دلیل اشتباهه، این که در مورد جنت و دوزخ گفته به این دلیل اشتباهه. طرف باش بحث میکنن، باش صحبت میکنن، قانع شد خوب، اگر نه اصرار کرد بر آنچه که بیان کرده، گفت نه حرف شما رو قبول ندارم، من برای همون سخنی که گفتم هستم، در این صورت فرصت بهش میدن که توبه بکنه. توبه کرد نکرد، حکم ارتداد رو حاکم، ولی امر و دادگاه اسلامی بر او صادر میکنه، نه اینکه عامه مردم بیان بگن این مرتد است. اگر اینطوری باشه هر کس بره تو کوچه هر کی رو تکفیر بکنه، بعد خون و مالش حلال است. طرف رو وقتی تو می کافر شده، خونش، مالش، ارزش، ناموسش، همه چیز حلال است. زنش طلاق میشه، ولایتش از سر فرزندانش گرفته میشه، ولایت شرعی نمیداشته باشه بر فرزندان. یعنی کافر، یک پدری که کافر میشه، ولایتش بر بالای فرزندان مسلمانش برداشته میشه توسط دادگاه شرعی. این وظیفه دادگاه است، این وظیفه حکومت. حالا کسی بگه والا حکومت نیست، حکومت اسلامی نیست. ببینید شما مکلف نیستید در امور ناس برید، در امور مردم برید، مردم رو تکفیر و تفسیق و تفجیر بکنید. شما مکلف نیستید، علما مکلفن، مسئولین مکلفن. شما علم داری، ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه. شما علم داری، برو پیشش، بشین بگو برادر تو که خدا رو انکار کردی به این دلیل به این دلیل به این دلیل الله وجود داره، پس انکار تو محلی نداره، برو باش با علم با منطق بحث بکن. اگر که امین علم و منطق رو نداری، مثل بعضیایی که من کلیپ رو دیدم، یک کسی حالا غیرت دینی داره، گرچه آدم مثلا ملتزمی هم نیست، رفته 4 نفر طلبه مثلا دانشگاه اسلامی مدینه منوره رو آورده در مناظره با یکی از آتئیستا. اینا کم آوردن، نتونستن مناظره بکنن، بعد شروع کردن به اونا فحش دادن که شما فلان 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 شده، ما شما رو عالم دین فکر کردم، شما رو دعوتگر فکر کردم، نمیدونم خرج کردم فلان کردم، شما رو آوردم، شما نتونستید بحث بکنید. ببینید دوستان عزیز، بحث و مناظره کردن با یک مخالف، با یک رافضی، با یک یهودی، با یک نصرانی وظیفه همه علما نیست. این وظیفه متخصصین است. طرف متخصص در انجیل است، متخصص در تورات است، متخصص در کتب شیعه است، متخصص در شبهات ملحدین است. این شخص باید بره جلو بحث بکنه. یعنی هر کس که دانشگاه اسلامی مدینه منوره فارغ شده یا در اونجا درس میخونه، به این معنی نیست که حتما این علامه دهر است و شیخ الاسلام است و میتونه هر سوالی رو پاسخ بده. مثلا بحث و مناظره کردن با یک رافضی تنهایی نیست که تو باید حافظ قرآن باشی یا حافظ احادیث باشی، کتب اهل سنت، باید از کتب اونها هم اطلاع داشته باشی. چون همین روشی که به اصطلاح ما داریم در رد بر اونها، هیچ وقت به کتب اهل سنت استناد نمی کنیم، بر علیه خودشان از کتب خودشان استناد میکنیم. جام میمونن، چیزی نمیتونن بگن. چون تو 100 تا حدیث صحیح از بخاری برای تو بره، اون اصلا بخاری تو رو قبول نداره.
100 تا آیه قرآن براش بیاری، تو این قرآن تو اصلا قبول نداره، میگه این قرآن محرف هست، این قرآن تحریف شده است. پس با جماعت رافضی مثلا طبق تجربه‌ای که سالها ما داریم از کتب خودشان، یک، با عقل، دو، سه، با کتاب خدا. چون اکثرشون 99.99% تحریف را انکار میکنن، ولی تقیه انکار میکنن، نمیتونن بگن نه این قرآن رو ما قبول نداریم. در مقابل آیه قرآن یا تعویلش میکنن یا برای اون تفسیر باطنی میکنن، اما انکار نمیتونن بکنن، چون انکارش کفر است. به همین دلیل یعنی تکفیر کردن یک مسلمان کار هر کس نیست. شما وظیفه شما این نیست که برید مثلا امام مسجد و مقتدی و عالم و دعوتگر و عامه مردم رو تکفیر بکنید. مثلا شما وقتی دیدید یک عملی رو از امام مسجدتون، به طور مثال خیلی از این سوالات میاد برای ما، مثلا والا ما در یک مسجد نماز میخونیم، امام مسجد فلان کاری رو انجام میده. این امام مسجد رو یک عملی رو ازش دیدید، برید با یک عالم دینی که در اون منطقه صحبت بکنید، بگید امام مسجد ما همچین حرفی میزنه و از این عالم خواهش بکنید که بره باش صحبت بکنه. این عالم میره باش صحبت میکنه، برادر تو این حرف رو که سر منبر زدی این به این دلیل اشتباهه. اگر این شخص بعد اصرار کرد، اشتباهش رو قبول نکرد، اون عالم دین به شما گفت که این کاری که این انجام میده شرک است، بعد از اون شما فقط تنها وظیفه شما این است که چیکار بکنید؟ دیگه پشت سرش نماز نخونید، علم دارید دعوت بکنید، مردمی رو که پشتش نماز میخوانند برحذر بدارید، بگید بابا این عمل رو انجام میداد، من با علما صحبت کردم، اینم فتوای علما در مورد این شخص. اما اینکه ما خودمون این سلاح رو به دست بگیریم و بگیم این کافر است اینو بکش، این مشرک است اینو بزن، این وظیفه عامه مردم نیست. وظیفه عامه مردم این است که از علما و از دعوتگران راستین که تابع قرآن و سنت هستند پیروی بکنن. دوم، وجود شرایط و رفع موانع از فردی که مرتکب عمل کفری شده. در چه شرایطی این حرف رو زده؟ چه مانعی وجود داشته که مثلا حرف توحید بیان نکرده؟ این رو باید انسان تحقیق بکنه. عالم و آگاه و فهمیده باشه، جاهل و نادان و نابالغ نباشه. یک انسان جاهلی مثلا مثل همون داستان چوپان و عیسی علیه السلام در مثنوی هست، شاید شنیده باشید. رفت تو دشت، مثلا این چوپان داد میزد ای خدا جان تو کجایی تا شوم من چاکرت، چارو قدوزم بمالم پایکت. خدای بر تو شیر بز بیارم و دست و پاتو بمالم و نوکرت بشم و چاکرت بشم. موسی علیه السلام اومد، چی داری میگی؟ حالا با مولانا و مثنوی اینا کاری نداریم، جای خودش بحثش، اما داستان جالبی است. موسی علیه السلام تو کافر شدی، تو در به در شدی، تو دوزخی شدی. صحت این داستان هم محل اشکال است، اما موضوعی که اینجا بحث میشه خیلی جالب است. موسی بهش میگه که تو کافر شدی، تو جهنمی شدی، تو در به در شدی، تو خدا شیر نمیخوره که، خدا دست و پا نداره که تو بری دست و پاشو بمالی، خدا چارق یا کفش نداره که تو کفششو بدوزی. این یا سر زد به بیابان که من در به در شدم. بعد حالا در ادامه داستان به شکل شعر میاد که بنده ما رو ز ما کردی جدا، تو برای وصل کردن آمدی نی برای فصل کردن آمدی. این انسان چوپان از جهالت این حرف رو میزد. ای خدا جان تو کجایی تا شوم من چاکرت، چارو قد دوزم به مالم پایکت. این از جهالتش بود. باید این شخص رو باش بشینی برادر عزیز، خدا یا الله سبحانه و تعالی مثل من و تو نیست. مثل من و تو دست و پا نداره که تو بری دست و پاشو بمالی. خداوند چارق نداره، کفش نداره که تو بری کفشو بدوزی. خداوند نوکر و چاکر نیاز نداره که تو بری نوکر و چاکرش بشی. باید بیان بکنی عظمت الله سبحانه و تعالی، صفات الله سبحانه و تعالی رو. طبیعتا این از محبتی است که این طرف داشته، این از جهل است که این عمل رو انجام داده. نه ما تو سرش بزنیم بگیم نه تو کافر شدی گردنشو بزنیم. نه، این باید بیان بشه، جاهل نباشه، نادان نباشه. اینجا مسئله عذر به جهل است که تکفیری های متشدد، ابو محمد و ابو احمد و ابو محمود و ابو کلبی و ابو مقصود، اینا طرف جاهل هم هست کافر است بزنید گردنشو بکشید. نه، این افراط است، این تکفیری است، این خارجی است که این حرف رو میزنه. عمدن بدون خطا این عمل رو انجام داده باشه، یعنی عمدن این مرتکب کفر و شرک شده باشه، خطا نباشه. اگر خطا باشه
نصیحت میکنن خطایش رو اصلاح میکنن. نباید بدون مقدمه به کفر و شرک متهمش بشه. با اختیار این عمل رو انجام داده باشه، اجباری نباشه. یک طرف رو مثلا میبرن زندان، به طور مثال فرض کنیم در تاجیکستان یا در یک کشور دیگه، میبرن زندان، در اونجا اینقدر میزنن، بعد بهش تهدیدش میکنن که تو اگر این حرف رو اومدی در جلوی تلویزیون نگفتی، ما مثلا به زن تجاوز میکنیم، به دختر تجاوز میکنیم، به خواهر و مادر تجاوز میکنیم. همین در حکومت‌های طاغوتی این چیزا هست. بعد این طرف میاد جلوی دوربین میگه که مثلا خدا اینطوری است، پیغمبر اینطوری است، قرآن اینطوری است، علمای دین اینطوری هستند. این طرف نشسته، ابو فلان نشسته تو خونش در بلژیک، در آلمان، در اوکراین، پور سوسیال هم داره میاد، غذا و شراب و کبابش هم آماده است براش. کافر شد. تو چه خبر داری که این در چه شرایطی این حرف رو زده؟ اینو باید تحقیق بشه. به خاطر همین حتی صحابه، عمار رضی الله تعالی عنه در زیر شکنجه کفر گفت. وقتی خبر به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رسید، گفتن قلبش مطمئن به ایمان است. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم بیان میکنه این مطلب رو. کسانی که اجبار میشن، اکراه میشن که عملی کفری رو انجام بدن و قلب اونها اطمینان و ایمان به الله سبحانه و تعالی، اینا بازخواست نمیشن. اینا همش باید چی بشه؟ بازخواست بشه، بررسی بشه. چه چیزها مانع میشه که ما یک انسانی رو کافر و مشرک بگیم؟ ببینید، من به شکل نقاط بیان میکنم. عدم آگاهی، جهالت، نرسیدن احکام و عدم اقامه حجت بر یک فرد، اینها موانع است. یعنی اگر طرف آگاهی نداشته باشه، اگر جاهل باشه، اگر احکام براش نرسیده باشه، اگر اقامه حجت نشده باشه، شما نمیتوانید رو تکفیر بکنید و مشرک بگید. اقامه حجت چی است؟ طرف میگه که من اصلا همین به اصطلاح دوزخ رو قبول ندارم. قرآن رو براش باز میکنید، آیاتی که در مورد جهنم هست رو براش بیان میکنید، میخوانید، تفسیر میکنید، ترجمه میکنید. دو حالت داره. یا میگه با وجود بیان این آیات من جهنم رو قبول ندارم، جنت رو قبول ندارم. در این صورت کافر است، چون اقامه حجت شده. اما بعد از اینکه شنید، تفسیر رو شنید، شرح علما رو شنید، بگه من نمیدونستم، والا اینطوری بوده، من برمیگردم، از توبه میکنم. یعنی اینو میگن اقامه حجت. بدون اقامه حجت شما نمیتونی بر کسی حکم کفرش رو صادر بکنی. خطا یا قولی که بدون قصد از فردی صادر شده باشه، مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح حکایت کسی رو میکنه که شترش رو گم میکنه. بعد از اون که ناامید میشه، گرسنه، تشنه، تو بیابان، یه وقت میبینه شترش زیر یک درختی اونجا وایستاده. از فرط خوشحالی چی میگه؟ خدایا تو بنده منی و من خدای تو هم. از بس که خوشحال است جمله رو اشتباه میگه. به جایی که بگه پروردگارا تو اله منی، پروردگار منی و من بنده تو هم، میگه که من اله تو هم، تو بنده منی. حالا مثل ابو فلان فلانی این مطلب رو بزنید گردنش رو که این کافر شده. نه، این اشتباه کرده. رسول الله صلی الله علیه و سلم داستان رو در حدیث میگه که من شدت الفرح، از شدت خوشحالی گفت که پروردگارا تو بنده منی و من خدای تو هم. خطا کرده، اشتباه کرده. بعد این براش بیان بشه که اشتباه کردی. تعبیل و توجیه نمودن عمل یا قولی رو که فرد انجام میداد، مثلا یک طرف بر اساس یک تعبیر توجیه یک حرفی رو زده، نمیشه که برای این حکم کفر شرک صادر کرد. باید بری بهش بیان بکنی که این تعبیر تو، این توجیه تو اشتباه است، این دلیل صریح. ببینید، دعوت، نصیحت کردن مردم، هدایت کردن مردم کار خیلی مشکلی است. شما تصور کنید در طول این سالهایی که مثلا ما در رسانه ها هستیم، الله سبحانه و تعالی قبول بکنه، وظیفه خودمون رو انجام میدیم، فحش ناموسی شنیدیم، توهین شدیم، اهانت شدیم، نه تنها از روافض و کفار و مرتدین و مشرکین و اینا، از خوارج و تکفیری و فلان، حتی از دوستانمون. چون ببینید هوا و
هوا و هوس گاهی اوقات انسان رو حتی به کفر میکشانه. پس دعوت کردن، نصیحت کردن خیلی سخت است. الله سبحانه و تعالی وقتی که از زبان لقمان بیان میکنه که وأمر اهلک بالصلاة واصطبر علیها. واصطبر علیها یعنی چی؟ یعنی بی نهایت صبر و تحمل داشته باش و مشقتش رو قبول بکن. خیلی راحت است که بگی فلانی کافر است، فلانی مشرک است، فلانی کافر است، فلانی مشرک است. این آسان است، با یک کلمه میتونی طرف رو کافر و مشرک بگی. اما بری باش دلیل بیاری، بحث بکنی، فوش بشنوی. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مثل امروز مثل ابو فلان و ابو علان میتونست پیامبر صلی الله علیه و سلم بگه مکه همه کافر، مدینه همه مشرک، طائف همه ملحد، نمیدونم زهران همه اینطوری، نجران همه اینطوری، یمن همه کفار، فارس و روم همه ملحدین و کفار و یهود و نصارا. یالا فقط من و 4 نفر علی و ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و عبدالله ابن جحش و مصعب بن عمر ما مسلمان ها هستیم، بقیه دنیا همه کافرن. اینا کفارن، اینا مرتدن، اینا کفارن، اینا مرتدن. نه، پیامبر صلی الله علیه و سلم میرفت در مجالسشون، نصیحتشون میکرد، به اونها اون توحید رو برای اونها بیان میکرد. پیامبر رو با سنگ زدن، پیامبر رو سر و صورتش رو پر از خون کردن، بهش میگفتن محمد امین میگفتن قبل از بعثت، بهش گفتن دروغگو هست، ساحر هست، بهش گفتن که نمیدونم جادوگر هست، بهش گفتن که فلان هست، دیوانه است. به همسرش، به محبوبش تهمت زنا زدن. در محاصره اقتصادی 3 سال در شعب ابی طالب به حدی رسیده بود که صحابه پوست خشک حیواناتی رو که حالا یک زمان خدا می‌دونه مثلا 10 سال پیش یک حیوانی ذبح کردن، پوست این خشک شده بود، در دشت افتاده بود، در بیابان‌های سوزان عربستان این پوست رو پیدا کرده بودن. میگه این رو تر کردیم در آب، میگه با دندانمون میکشیدیم از فرط گرسنگی. خدیجه در اونجا فوت میکنه، چقدر از صحابه از اهل بیت در اونجا فوت میکنن از گرسنگی، از تشنگی. پیامبر به خاطر به بهشت فرستادن انسانها این زحمات رو متحمل شد و ابو فلان و ابو علان به خاطر جهنم فرستادن مردم در زیر پرچم صلیب کفار در اروپا نشسته، این کافر است، این مرتد است، این مشرک است، این جهمی است، این مرجع است، این نمیدونم جبری است، این قدری است، این رافض است. این کار آسانی است. همینجا با یک جمله بزن همه 6 میلیارد و 6.5 میلیارد بشر رو همه رو بگو کافر و مرتد است. خیلی آسان است. اما دعوت کردن یک نفر کار خیلی مشکلی است. انسان باید برای این جان بکنه، برای این زحمت بکشه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در یک آیه الله سبحانه و تعالی من این آیه رو خدمت شما عزیزان بیان بکنم. در سوره کهف است، آیه 6 الله سبحانه و تعالی میگه فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم تؤمنوا بهذا الحديث اسفا. ای محمد، گویی تو میخوایی که در پی ایشان بروی، دعوتشان بکنی به سوی توحید این مشرکین را، از غم و اندوه خودت رو بکشی، هلاک سازی که اینها چرا به قرآن ایمان نمی آورند. الله دلش به حال پیامبر میسوزه. الله متعال میگه ای پیامبر من، ای حبیب من، فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر. ای محمد من، تو فقط این آیات رو بخوان برای اونا رو تذکر بده، تو بر اونها سیطره نداری، تو مسئول اونا نیستی. اگر کفر ورزیدن، شرک ورزیدن، از تو ما بازخواست نمی کنیم، تو وظیفت داری انجام میدی.
بعد در جای دیگه از بس پیامبر صلی الله علیه و سلم زجر میکشه، الله متعال میگه تو میخوای خودتو بکشی ای محمد؟ میخوای خودتو هلاک بکنی که اینها ایمان نمیآورن؟ تو با وظیفت رو انجام دادی، راه رو برایشون نشان دادی. اینا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا، راه رو برایشان بیان کردی. خودتو اذیت نکن، خودتو نکش، به خودت رحم بکن. این پیامبر زحمت میکشید، شب و روز خون دل میخورد که یک نفر مسلمان بشه، یک نفر هدایت بشه. به علی چی میگه؟ ای علی لئن یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لك من حمر النعم. ای علی اگر الله متعال یک انسانی را به وسیله تو هدایت بده، برای تو از شتران سرخمو هم بهتر است. من همیشه میگم به اصطلاح امروز ما بگیم که اگر توسط شما الله متعال یک انسانی را هدایت بده، از کارخونه مرسدس بنز هم برای شما بهتر است. یک نفر. چون وظیفه ما هدایت انسان هاست، وظیفه ما زحمت کشیدن در راه دین است. کنتم خیر امت اخرجت للناس. برای چی؟ تکفرون الناس. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. طرف شب و روز زحمت میکشه که میگرده با 1001 شبهه و اینا رو سره هم بکنه تا ثابت بکنه که تو مشرک هستی، تو کافر هستی، تو مرجعه هستی، تو نمیدونم فلان هستی. این وظیفه شما نیست. وظیفه شما بیان دین است، بیان قرآن و سنت است و زحمت کشیدن در این راه. وگرنه تکفیر خیلی کار آسانی است که هر کس میتونه بگه این کافر است، این مشرک است. خلاصه این که اگر بعد از اینکه ثابت شد که بله این امام مسجد، حالا که دیگه مثلا خاصا در اروپا و آمریکا بعضی کشورها جاسوس رو میارن امام مسجد تعیین میکنن، رافضی رو میارن امام مسجد تعیین میکنن، نوکر ماسونی رو میارن امام مسجد تعیین میکنن. در این کشورها انسان باید خیلی دقت بکنه. پشت کی نماز میخوانی؟ کی است؟ چی کار است؟ اصل و نسبش، کجا درس خوانده، عقیدهش. انسان بررسی بکنه، تحقیق بکنه. اما اصدار حکم بالای مردم بدون بررسی و بدون تحقیق، این وظیفه ما نیست. این بود جواب سوال این برادر عزیزمان. بیننده دیگری سوالشون این است که اگر کسی چنده بکند. چنده در اصطلاح افغانستان و در پاکستان پولی است که جمع میکنن برای اعمال خیری. مثلا در مساجد یک دو نفری وقت نماز جمعه مثلا بین صفوف یک چادری رو میگیرن رد میکنن، هر کس اندازه استطاعتش میندازه و از این پول در امور خیری و مدارس و مساجد استفاده بهش میگن چنده، یک صدقه، کار خیری. مسجد اعمار بکند، مدرسه اعمار بکند و از این طریق به مردم خدمت بکند، جامعه رو باسواد بکند و از این منابع برایش پول جمع شود و زندگی خود و خانواده‌اش را پیش برد. آیا این اعمال خوب است یا کدام نقص در این وجود دارد؟ ببینید، اولا الله سبحانه و تعالی در سوره توبه وقتی که بیان میکند که انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها، صدقات یعنی زکات، خیرات، صدقه، هرچی که مردم میدن در چه راهی باید مصرف شود؟ اولا للفقراء، فقیر کسی است که فقیر و مسکین، بعضیا میگن اردوتاش یکی است، بعضیا میگن نه، فقیر کسی است که نان شب و روز خودش رو داشته باشه و مسکین کسی است که حتی نان شب و روز خودش رو نداشته باشه، محتاج مردم باشه. پس صدقات، خیرات، زکات برای کی است؟ فقرا، فقیر. مسکین، گفتیم که فقیر کسی که نان شب و روز خودش رو داشته باشه، مسکین کسی که نان شب و روز خودش رو نداشته باشه. والعاملین علیها، و کسانی که در این اداره کار میکنن. مثلا
در کشورهای عربی به نام مصلحت زکا و دخل است، یا در بعضی کشورها مثلا اداره امور زکات هست، یا وزارت شؤون اسلامی این کار انجام میده، یا وزارت اوقاف این کار رو انجام میده. از این پولی که برای صدقه و برای خیرات و برای زکات جمع میشه، برای فقیر داده میشه، برای مسکین داده میشه، برای کسانی که در این امور کار میکنن. مثلا من زکات میدم، به طور مثال $1000 زکات دادم، این رو دادم به یک اداره‌ای که مسئول توزیع زکات هست. در این اداره 5 نفر کار میکنن، اینها برنج، روغن، آرد، گندم این چیزا میخرن، به فقرا مستمندان میبرن میدن. دفتری دارن، مرکزی دارن، ماشینی دارن. اگر ما بگیم که اینها از این پول نخورند، همه رو ببرن بدن به فقرا و مستمندان، پس خودشون علف بخورن؟ الله متعال میگه که این پول زکات و خیرات و صدقه و اینها برای فقیر هست، برای مسکین است و برای کسانی که کار میکنن، یعنی در این امور کار میکنن. و والمؤلفة قلوبهم، کسانی که مؤلفة القلوب هستن. مؤلفة القلوب کیا هستن؟ کافری هست، بیدینی هست، اهل کتابی، یهودی، نصارایی که در جامعه اسلامی زندگی میکنن، اهل ذمه هستن، محتاج هستن. حکومت اسلامی از پول زکات و خیرات و صدقات به اینها کمک میکنه تا دل اینها رو به طرف اسلام بکشانه. وقتی شما میرید به یک مستمند کافری کمک میکنین، طبعا بگه عجب دینی است که والا من که دین اینا نیستم داره به کمک میکنه. یا حتی یک نفری که مثلا انسان ملتزم دینداری نیست، مسلمان هست، مؤمن هست، اما زیاد مثلا پابند به شعائر دین نیست، برای که دل این به طرف اسلام گرم بشه، پابند بشه، ملتزم بشه، بهش کمک کردن. و فی الرقاب، و کسانی که حکم بر اینها، محکمه حکم کرده که اگر مثلا 100,000 دیه نده گردنش باید زده بشه. این طرف الان در زندان هست، 100,000 باید به اصطلاح وارثین مقتول باید بپردازه، اگر نپردازه بعد از 1 ماه گردنشو میزنن. در این حالت میشه که از پول زکات، از پول خیرات، از پول صدقات حکومت اسلامی یا این مرجعی که اینها رو اداره میکنه 100,000 به فامیل اون طرف بپردازه تا این طرف رو از مرگ نجات بده. والغارمین، و کسانی که بدهکار هستن، قرضدار هستن، کسانی که به اصطلاح قرضی گرفتن نتونستن ادا بکنن، الان قرضدارشون یا بدهکارشون پول ازشون طلب میکنه. ما میتونیم که از پول زکات و صدقات و خیرات اینها قرض این طرف رو بپردازیم. و ابن السبیل و فی سبیل الله، و فی سبیل الله، و کسانی که در راه الله هستن. در راه الله ببینید افراد زیادی هستن که میتونیم اونا رو در راه الله حساب بکنیم. به طور مثال مجاهد فی سبیل الله هست، کسی که مجاهد است، جهاد میکنه در راه الله سبحانه و تعالی، میشه بهش زکات داد، میشه بهش صدقه داد، میشه بهش خیرات داد. این یکی از مخارج زکات محسوب میشه. طالب علمی که برای طلب علم از خونه خودش خارج شده، در یک کشور دیگه قرآن حفظ میکنه، مدرسه میخوانه، حتی علوم عصری میخوانه، طب، هندسه، هر علم عصری که بخواد بخوانه. این طالب علمی که برای طلب علم خارج شده، ما میتونیم از پول زکات و خیرات و صدقات برای او چیکار بکنیم؟ کمک بکنیم. و ابن السبیل، کسی که در راه مانده، طرف تاجر است، میلیونر است، پولدار است، ثروتمند است، رفته مثلا از افغانستان رفته پاکستان، پولش رو دزد زده، کارت بانکش هم پیشش نیست، پول نقد هم نداره، مونده در راه. در راه مونده، اینو میگن در راه مانده. این شخص ما میتونیم که از پول زکات، صدقات و خیرات بهش کمک بکنیم تا که به مقصد برسه. این 8 به اصطلاح طایفه‌ای هستن که میتونن از پول زکات و خیرات و صدقات استفاده کنن. دعات، علما، دعوتگران، رسانه هایی که تلویزیون ها، رادیو ها، کتابخانه، همه اینها اعمالی است که فی سبیل الله هست. همه اینها در همان
و فی سبیل الله داخل میشه. کسی که مثلا در این امور کار میکنه، مثلا مردم چطوری فکر میکنن؟ حالا به این مناسبت این سوال دوستمون این موضوع رو به یاد اومد که باید بگم. بعضی فکر میکنن که مثلا کسی وظیفه رساندن زکات و خیرات و صدقات شما رو به یک محتاجین داره، این طرف ماشین نیاز نداره، سفر با هواپیما نیاز نداره، لباس نیاز نداره، خرج و خوراک نیاز نداره. تو پولتو دادی، مثلا 3-4 نفر زکاتشون رو دادن، شده $10,000. حالا این طرف میخواد به طور مثال از یک کشوری سفر کنه به افغانستان، این پول زکات و خیرات رو به مستحقین برسانه. خب کم از کم یک $600-700 پول بلیط هواپیماش میشه، $1,000 بگیم. یک $1,000 دیگه هم شاید خرج و مصارف و خوراک و نمیدونم لباس و این چیزاش بشه و مواصلاتی که در داخل افغانستان یا خارج. همه اینها رو میتونه که از پول این زکاتی که بهش سپرده شده جدا بکنه و بگیره، خرج بکنه. مردم نباید اینطوری فکر بکنن که ما 10,000 دادیم بعد این 10,000 رو ببره به مستحقین بده، پس خودش چی کار بکنه؟ علف بخوره؟ با الاغ بره مثلا سفر بکنه؟ اینو اما الاغ هم که مفت نمیره، الان علف میخواد، خوراکه میخواد در وسط راه. پس اینطوری نباید انسان ها فکر بکنن که کسانی که در امور به اصطلاح زکات و توزیع صدقات و اینا هستن، اینا خودشون نباید استفاده کنن. بالعکس، حتی باید تشویق بشن، باید اضافه بر این کمک بشن تا در این راه بتوانن این وظیفه رو. البته ما نمیگیم که به هر کی اعتماد بکنید، به هر کی پیش آمد خوش آمد بهش پول زکات و خیرات و صدقاتون رو بدید. نه، مادامی که یک نفر انسان معتمد است، قابل اعتماد است، حق الهی است در این آیه 60 سوره توبه، والعاملین علیها، کسانی هستند که این زکوات و صدقات و خیرات و اینها رو به مستحقینش میرسانن و خودشان حق دارن حلالا طیبا مبارکا، طبق فرموده الله سبحانه و تعالی، از این پول استفاده بکنن. عده مردم چی فکر میکنن؟ والا فلانی عالم دین است، امام مسجد است، این نباید پول بگیره. قاری قرآن است، اولاد مردم قرآن درس میده، نباید پول بگیره. و به خاطر مثلا دکتر میره 800 700 دلار 900 دلار 1000 دلار خرج میکنه، نمیگه کسی که دکتر چرا باید ویزیت بگیره. تو میری 200 دلار 300 دلار ویزیت یک دکتر متخصص رو میدی. به خاطر چی؟ به خاطر گلوت درد میکنه، به خاطر قلبت درد میکنه، به خاطر اینکه یک بیماری داری. حرف دین که شد، ملا نباید پول بگیره، ملا به امام اصلا ابدا کار دین باید مجانی باشه. ملا که زن و بچهش علف نمیخوره، ملا نیاز داره، احتیاج داره. ما نمیگیم ملاهای پولکی، ملایی که چشمشون به پول مردم است، به جیب مردم است، به سرمایه مردم است، نه نه. اما این فکری که مردم هم دارن که کسی که کار دین کرد نباید که ملا عالم دین مثلا یا دعوتگری یک ماشین خوب سوار بشه. ببینید اینو نگاه کن، دعوتگری میکنه، ماشینشو نگاه کن، این نگاه کن، این چه عجب خونه ای داره، این عجب فلانی داره. بابا جان، برادران، خواهران عزیز، ملایی که میاد دین تو برای تو بیان میکنه، جنازه تو رو برایت میخونه، 2 نفر میخوان نکاحشون رو بسته کنن، در به در به دنبال ملا میگردن که یک ملا بیاد نکاح اینا رو بسته بکنه. وقتی که مرد، در به در پشتی میگردن که یک ملا پیدا بشه که نماز جنازه رو بخونه. امور دین تو برات بیان میکنه، تو رو از جهنم نجات میده با بیان دین، با تفسیر قرآن، با شرح دین، با شرح حدیث. بعد مسئله پول که در میان شد، الله اکبر، ملا، این ملاهای مفتخور پولخور فلانخور. همین است که در جامعه الان یک قشری شده طبقه ملا، یک قشری شده طبقه به اصطلاح دکتر و مهندس و فلان و اینو با هم دیگه دشمن شدن. عقده ایجاد شده. ملا، امام مسجد، این یک شغلی است که داره انجام میده و در مقابلش باید بهش حقوق داده بشه از طرف دولت و حقوقش نباید کمتر از حقوق یک مهندس یک دکتر باشه تا که محتاج مردم نباشه. در کشورهایی که ما میبینیم حرف امام مسجد، ملای مسجد خریدار داره، حرفشو مردم میشنون، ازش اطاعت میکنن، چون بی نیاز است.
چون دولت بهش حقوقی میده، همپایه یک معلم، همپایه یک مهندس، همپایه یک دکتر. اما در جامعه ما ملای بیچاره در منتظر این است که کی نان قاق آخر شب وظیفه گفته در خانه مردم بره نان قاق شب مانده شو بهشون بده که این بیاره با طلابش در مسجد بخوره. یا آخر ما بشه مردم با 1001 منت پول جمع کنن بهش بدن، بگن که آیا ماه رمضان بشه که ختمی بکنن که بهش 4 روپه پول بدن. این اشتباه است. این تصور ما که عالم و دعوتگر و معلم قرآن و معلم دین نباید بهش پول داده بشه. ما اینا ملاهای مفتخور هستن، اینا چون پول میگیرن به خاطر دین. این دردی است که در جامعه ما واقعا به علمای ما، بعضی از علما، بعضی از دعوتگران من میشناسم با عزت نفسی که دارن دست به پیش کسی دراز نمیکنن، از کسی چیزی نمیخواهند و مردم هم همینطور بی خیال. بعد جناب مولانا، جناب شیخ، بیا سلفی بگیر، بیا عکس بگیر، بیا دعوت بکن. شور میخوری جناب مولانا بیا بریم اینجا مثلا در رستوران شما رو دعوت بکنیم. تو همون پولی رو که در رستوران میری مثلا 200-300 دلار خرج میکنی در یک رستوران، جناب مولانا رو میبری در اونجا یا جناب شیخ رو میبری در اونجا، قاری صاحب رو میبری در اونجا بهش غذا میدی، اون در خونه محتاج همون پول است که برای زن و بچهش لباس بخره. اینو باید فکر بکنید. یک از دوستان اومده بود از اروپا، جناب استاد بفرمایید بریم یک رستوران. گفتم برادر اون پولی رو که قراره در رستوران بدی ببر به یک محتاجی، به یک طلبه علمی، به یک عالم دینی، به یک انسان فقیری، به یک یتیمی، به یک بیوه‌زنی کمک بکن. یعنی تو منو میبری مثلا در یک رستوران 200-300 دلار مثلا خرج میکنی که چی بشه؟ بعد 4 تا عکس هم بگیر اونجا پخش بکن در فیسبوک که من با محمد انصاری سلفی گرفتم. تو نیاز نیست. و کسانی که منو از نزدیک میشناسن، من دوست ندارم که کسی منو دعوت بکنه مثلا تو رستورانی در جای پول خرج بکنه. برادرم پولو ببره مستحق بده، به یتیمی، به بیوه‌زنی بده. الحمدلله الان مثلا ما نیاز نداریم، علمایی هستن که نیاز ندارن، پول دارن، ثروتمند هستن یا تجارت میکنن. یک دید دیگری هم از تا یک عالمی تا تاجر دعوتگری مثلا یک تجارتی داشته باشه، یک مغازه‌ای داشته باشه، ببینید این طرف تجارت، این پول از کجا آورده که تجارت میکنه؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم تجارت میکرد. امام ابو حنیفه پارچه فروش بود، بزاز بود، پارچه فروش بود. صحابه خرما میفروختن، هیزم میفروختن، آهنگر بودن. یعنی عیب نیست. سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه یکی از بزرگترین تجار مدینه بود. عبدالرحمن ابن عوف یکی از بزرگترین تجار مدینه بود. عیب نیست که عالم دین، دعوتگر، قاری قرآن تجارت هم بکنه، کارمند هم باشه، وظیفه و شرکت تجارتی هم داشته باشه. این مسئله مهمی بود که در ادامه جواب سوال این برادر عزیز و گرامی خواستم در اینجا بیان بکنم. عزیزی که 4 شماره اخیرشون 2785 هست، ایشون نوشتن که سلام علیکم، درخواست مناظره با جناب آقای انصاری رو در شبکه نور داشتم در موضوع توحید. بنده کتاب اهل سنت رو زیر و رو کردم. اهل سنت در بسیار از مسائل دچار خرافات و شرکیات هستند. به به. از جمله موضوع توحید. بنده حاضرم از طریق تماس تصویری از اسکایپ در پخش زنده برنامه‌تون حضور داشته باشم برای مناظره. دوست عزیزی که پیام رو دادن که 4 شماره اخیرشون 2785 هست، دوست عزیز ما با مناظره هیچ مشکلی نداریم. در موضوع توحید به ترتیب توحید در قرآن کریم، در اعتقادات اهل سنت، توحید در نزد شیعه، در یک فضای دوستانه با دلیل، با برهان، با منطق بحث میکنیم، مناظره میکنیم. ما هیچ مشکلی نداریم. شما انشاءالله دوستان با شماره ایشان تماس میگیرن و زمان مناظره رو تعیین بکنیم و در برنامه زنده شما با صدا و تصویر بیایید. البته قبل از مناظره ما بشناسیم شما کی هستید، چه کار هستید و بعد از اون در موضوع توحید انشاءالله مناظره خواهیم کرد و هیچ مشکلی هم نداریم.
بیننده عزیزی سوال کردن که ما می توانیم بگیم که کیهان نورد پیامبر هستند، کیهان نوردان پیامبر هستند، برای آن که در حدیث گفتند که آدم بینماز مانند آن کسی است که در کیهان برآمده است و نمی تواند نفس بکشد. ببینید دوست عزیز و گرامی، این که در حدیث آمده است که کسی که بینماز است مانند کسی که در کیهان برآمده است و نمیتواند نفس بکشد، ما همچین چیزی رو حداقل من ندیدم. حالا شما اگر دیدید در کجا هست؟ دوستانی که این سوالایی میکنید نص حدیث رو بنویسید، در کدام کتاب آمده، یک کلمه یک حرفی از حدیث رو یا ترجمه فارسیش رو بنویسید. اینطوری مشکل است که حالا من برم برای شما یک چیزی که وجود نداره رو از کجا پیدا بکنم. اما اگر نص حدیث رو بنویسید راحت میتونه آدم سرچ بکنه و این مطلب رو پیدا بکنه. اما در مورد این که کیهان نورد میشه پیامبر گفت، اصلا معنی حرفتون رو من متوجه نشدم. اما الله سبحانه و تعالی در سوره انعام آیه 125 میفرماید که فمن یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، کسی که الله سبحانه و تعالی بخواهد که او را هدایت کند سینه اش را میگشاید، باز میکند برای اسلام. و من یرید ان یضلله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء، و کسی که به اصطلاح گمراهی رو بخواهد، الله سبحانه و تعالی او را گمراه می کند چنان سینه‌اش تنگ می شود مانند کسی که به آسمان بلند شده باشد. این در سوره انعام آیه 125 هست و این یکی از معجزات قرآن کریم است که الله سبحانه و تعالی این رو بیان می کند. ببین در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی به آسمان نرفته بود. الان علم در همین 200 سال اخیر ثابت کرده که در هوا اکسیژن وجود دارد و این اکسیژن است که ما تنفس میکنیم و این اکسیژن است که ما به راحتی میتوانیم در سطح کره زمین زندگی بکنیم و اطراف زمین رو یک اتمسفری در برگرفته است که در این اتمسفر گازها وجود دارد، مثلا دی اکسید کربن وجود دارد، اکسیژن وجود دارد، نیتروژن وجود دارد و گازهای دیگر. اکسیژن و گازی است که انسان‌ها تنفس می‌کنند، سبزیجات، مثلا درختان اینا تنفس می‌کنند، تولید می‌کنند میبخشید. و این اکسیژن هر چقدر که زیاد باشه در فضا زندگی رو سخت می‌کنه برای انسان و هر چه کم هم بشه زندگی رو سخت می‌کنه برای انسان. به خاطر همین در یک حد معتدلی در روی کره زمین اکسیژن وجود داره. هرچه که ما از سطح کره زمین ارتفاع بگیریم بریم بالاتر میزان اکسیژن کم میشه و وقتی که میزان اکسیژن کم شد انسان دچار نفس تنگی میشه. این دچار نفس تنگی شدن دلیلش چی است؟ که مقدار اکسیژن کم شده. موقعی که فضانوردا از اتمسفر زمین خارج میشن دیگه اکسیژنی وجود ندارد، بقیه گازها هست اما اکسیژن نیست. وقتی که اکسیژن نباشد در آنجا نمیتواند انسان نفس بکشد و اگر نفس بکشد انسان خفه میشه میمیره. به خاطر همین میبینید که فضانوردا با لباس مخصوص، با کلاه مخصوص که جلو شیشه است و با کپسول‌های اکسیژنی که برای تنفسشون اونجا وجود داره در پشتشون میرن در وسیله ماهواره‌ها میرن در فضا. از اتمسفر که شما خارج شدید از اون حالتی به اصطلاح که در روی زمین نسبت اعتدال در فشاری که بر روی بدن انسان هست اون هم از بین می رود. اگر یک انسان از اتمسفر زمین خارج شود بدون اون لباسهای مخصوصی که فضانوردا می پوشن همه رگهای انسان منفجر می شود، بدن انسان متلاشی می شود. به خاطر همین اگر یک انسانی بدون این وسایل از اتمسفر زمین خارج بشود اولا دچار نفس تنگی می شود، احساس می کنه که سینه‌اش تنگ شده. مثلا جای دیده باشید که وقتی دود باشه یا بخار زیاد باشه یا گرد و خاک زیاد باشه
انسان دچار نفس تنگی میشه. و این یک از معجزات الله سبحانه و تعالی است که در قرآن کریم بیان میکنه که وقتی که شما به آسمان برید سینه تان تنگ میشه. در اون موقع نه فضاپیما بود، نه ناسا بود، نه فضانورد بود، نه کسی رفته بود به آسمان. این یک از معجزات قرآن کریم است که الله سبحانه و تعالی در اینجا برای ما بیان میکند. من این سوالاتی رو که جواب میدم پاکش میکنم از اینجا. و سوال بیننده عزیز دیگری که در اینجا بیان میکنن سوالشون نشان که یک آرایشگر هستند در هرات. آیا آرایش کردن اسلامی چگونه است؟ می شود ما به خاطر امر به معروف گروه طالبان ریش‌های مشتریای خود را کمتر از قبضه نکنیم و یا آنها را جواب بدهیم؟ خب اگر مشتریهای ما مدل‌های دل خود را بخواهند، برای حل این چه کار باید کرد؟ برادر عزیز و بزرگوار، اولا در مورد اندازه ریش، آنچه که سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، یک قبضه گفتن. هرچه از اون بیشتر بهتر. یک قبضه سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اما آیا باید با زور و جبر و اکراه مردم رو مجبور کرد که یک قبضه ریش بانن؟ نه، همچین چیزی در دین نیست. وظیفه امر به معروف و نهی از منکر نصیحت است. سلام علیکم برادر عزیز، برادر مسلمان. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث صحیح فرمودن ارخوا اللحى اعفوا اللحى واتركوا اللحى. پیامبر صلی الله علیه و سلم دوست دارن که سنتشان رو در وجود شما ببینن. چطور، با چه چهره‌ای با پیامبر صلی الله علیه و سلم دوست داری روبرو شوی؟ آیا با ریش تراشیده؟ به این شکل، به نصیحت. فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر. ببین خداوند به پیامبر میگه که ای پیامبر، اونها رو یادآوری کن، یاد دهانی کن، تو بر آنها سیطره نداری، تو مسلط بر آنها نیستی. این که مثلا نفر امر معروف بیاد یک نفر رو وقتی که ریشش کوتاست بزنه، وقتی که ریشش تراشیدهش بزنه، این در هیچ جای دین وجود ندارد. ببینید وقتی که شما کسی رو میزنی، ولو اینکه همینطوری یک زدن، این چی است؟ این یک جزاست. این جزا رو باید کی بده؟ محکمه اسلامی، قاضی، بعد از بررسی، بعد از دفاعیه شما، بعد از حضور وکیل و شاهد و فلان و فلان و فلان طی مراحل، قاضی میتونه حکم بکنه که نفر هیئت امر معروف و نهی از منکر این شخص رو تو برو اینطوری یکی بزن یا یک چوب بزن. نفر امر به معروف در هیچ شرایطی در دین مبین اسلام، نه در قرآن، نه در سنت، نه در سیرت، نه در اقوال صحابه، نه تابعین، نه امامان امت، نفر امر به معروف و نهی از منکر جهت تنفیذی نیست. اینا جهت یک گروهی هستن که باید مردم رو نصیحت بکنن. به نصیحت، به حرف خوب، با دلیل، با منطق مردم رو نصیحت بکنن. جهت اجرایی محکمه است، قاضی است، حکم صادر میکنه، اجرا میکنه. اینکه نفر امر معروف حساب بشه مردم رو سیلی بزنه، مردم رو مشتلگت بزنه، به مردم توهین بکنه، حق نداره. نفر امر معروف و نهی از منکر بگه بالای چشم تو ابروست، ابداً. سیلی زد، چنان سیلی زیر گوشش بزنید که امامه و ریش و همش یک طرف بیفته. حق نداره سیلی بزنه نفر امر معروف. خدا کنه که اصلا امیرالمومنین باشه یا هر کسی که میخواد باشه. نفر امر معروف و نهی از منکر حق سیلی زدن نداره، حق توهین کردن نداره، حق فحش دادن نداره، حتی گفتم اینطوری هم حق نداره کسی رو بزنه. فقط حق داره نصیحت بکنه. اگر که نصیحت رو قبول نکرد کسی، پلیس رو باید خبر بکنه، پلیس میاد میبره، تحویل محکمه میده و محکمه حکمش رو صادر میکنه. اگر محکمه گفت سیلی بزنید سیلی میزنه، گفت چوب بزنید چوب میزنه، شلاق بزنید شلاق میزنه، گفت اعدامش میکنه اعدامش میکنه. این حکم محکمه صادر میکنه. اصلا کسی که مسئول امر معروف است، پیش از صدور حکم، پیش از اثبات جرم کسی رو سیلی میزنه، خودش مجرم است.
خودشو باید شکایت بشه، در محکمه اسلامی باید دادگاهی بشه، در مقابل سیلی زدگی باید سیلی خورده بشه. اما این که برمیگردیم به سوال شما، آیا هر کس حق داره که مثلا موی خدا هر طوری که دوست داره درست بکنه، هر مدلی که دوست داره درست بکنه؟ من یک سری ضوابط رو برای شما بیان میکنم. قبل از اون الله سبحانه و تعالی میگه و تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. در اموری که در آن نیکی و تقوا و پرهیزگاری است کمک بکنید و در اموری که در آن دشمنی، عداوت و گناه است کمک نکنید. کسی که میگه بیا ریش من را بتراش، کسی که میگه بیا سر من رو قسمتش رو بتراش یا قسمتش رو بگذار، این یک گناهی رو داره انجام میده. کسی که در این گناه همکاری میکنه، خواه سلمان است، خواه صاحب دکان است، خواه هر کسی که است، در گناه شریک است. این واقعیت است بدون مجامله با احد. یک روز که دوستان که از عزیزان دعوتگر میگه والا بعضی حرفایی که شما میزنید به مزاج بعضیا بر میخوره، مثلا میگی در ریشکل و فلان. ببینید خدا کنه من در برنامه گفتم، دوستان اشاره کرده بود که آیا ریش شما مطابق سنت است؟ گفتم نه نیست. ریش من مطابق سنت نیست. این که ریش من مطابق سنت نیست من بیایم احادیث پیامبر رو توجیه بکنم که نه این ریش من مطابق سنت است، این غلط است. والا به خاطری که فلان و علان ناراحت میشن ما مسائل دین رو، حقایق دین رو بیان نکنیم، بذار ناراحت بشن، سرشون رو بزنن به دیوار ناراحت بشن. حرف حق رو ما میگیم، حرف حق رو باید گفت. کسی میخواد ناراحت بشه، کسی میخواد ناراحت نشه. یکی از اشتباهات بعضی از مسلمانان این است که خودش مرتکب یک فعلی هست که میدونه گناه هست، اما این فعل خودش رو میخواد توجیه بکنه تا در پیش مردم ملای عصری و دعوتگر عصری و دعوتگر باب دل مردم بشه. نه، دعوتگر باید باب دل الله باشه، باب دل رسول الله باشه، نه باب دل مردم. این مردم فردا روز قیامت به درد من نمیخورن، به درد تو هم نمیخورن. حالا امروز دختر خانوما و نمیدونم کسایی که در اروپا آمریکا زندگی میکنن از تو خوشحال بشه که والا عجب دعوتگر مدرنی است، ببین چه فتوایی باب دل ما میده. اینا روز قیامت تو رو نجات نمیدن. اینا روز قیامت به درد تو نمیخورن در پیشگاه الله سبحانه و تعالی. پس ما نباید در کارهایی که گناه هست، دشمنی هست، عداوت هست و معصیت هست همکاری بکنیم. اما در امور سلمانی این رو من خدمت شما عزیزان بیان بکنم که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث صحیح از ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت است که نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن القزع. قزع چی است؟ این قسمت مو رو میتراشن، اینجا رو میگذارن، پشت سر رو میتراشن، پیش روی میگذارن. تراشیدن، نه اینکه حالا مثلا بعضی جای کمی کوتاه میکنن، یک جور یک حالتی بهش میدن، انشالله که اشکالی ندارد. اما تراشیدن یک قسمتی از رأس یا سر و گذاشتن قسمت دیگر، این رو رسول الله صلی الله علیه و قزع که بهش میگن از این منع کردن. چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از اون منع کرده نباید انسان انجام بده. کسی اومد پیش شما در سلمانی گفت که اینجا من رو بتراش، این دو طرف رو بتراش، این قسمت رو بگذار، برادر این کار رو نمی کنیم. نگو این خلاف اوامر امر به معروف طالباست، این امر به معروف الله هست. بگو الله متعال توسط رسول الله صلی الله علیه و سلم. چه خوب است که این سلمانیای مسلمان همین احادیثی که در بیان شروط تراشیدن ریش، کوتاه کردن ریش یا تراشیدن موی سر یا کوتاه کردن موی سر است، همینا رو با ترجمه فارسی بگیرن در داخل مغازه خودشون آویزان بکنن. این یک دعوت است، یک نوع دعوت است. این پیامبر صلی الله علیه و سلم از اینکه یک قسمتی از مو رو بتراشیم، یک قسمت رو بگذاریم منع کردن. این کارو نکنید. این منع صریح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. در حدیث دیگری میفرمایند که احلقوا كله او اتركوا كله، یا همشو بتراشید یا همشو بگذارید. یک قسمتشو بتراشید، یک قسمتشو بگذار، این درست نیست. کوتاه کردن ریش، اصلاح کردن ریش اشکالی ندارد.
ابن عمر رضی الله تعالی عنهما از ایشان روایت است که موقعی که عمره میرفتن، حج میرفتن، سلمانی رو طلب میکردن و ریششون رو اصلاح میکردن، موی سرشون رو میتراشیدن، ریششون رو اصلاح میکردن. اصلاح کردن ریش اشکالی نداره، بعضیا مثلا همینطوری میگذارن 7 8 4 طرف عجق وجق ریششون. این درست نیست. مسلمان باید مرتب باشه، منظم باشه، ریش رو اصلاح بکنه، درست بکنه. و یا بعضی مثلا سیبیلاشون رو بلند میگذارن یا آلت بهش میدن. نه، این چیزا گرچه منع صریحی مثلا در مورد این حالت دادن چیز نیست، اما امور است که شایسته یک مسلمان نیست. بیشتر اینا از فیلم ها و از سریال ها و از چیزایی که در این معاصر، مثلا یک وقتی هر کس ریش می‌داشت مردم چپ چپ به طرفش نگاه میکرد که ملاست یا چیز قاری قرآن است یا تروریست است. الان از روزی که این فیلم ارطغرل و عثمان و اینا اومده، ماشاءالله همه فاسق و فاجر هم اینقدر ریش میگذارن. یک مد شده. الان که مد شده هیچ کسی چی نمیگه. اما مسلمان مدپرست نیست، مسلمان خداپرست است. مسلمان پیرو قرآن و سنت است. آنچه که در قرآن و سنت بیان شده باید ما اون رو قبول بکنیم. ریش کسی رو تراشیدن، همونطوری که خدمتتان عرض کردم، این گناهی است که شما هم به عنوان یک مسلمان در او شریک است. مادامی که طرف میخواد ریشو بتراشه، بره تو خونه بتراشه برای خودش. و رسول الله صلی الله علیه و سلم از تراشیدن ریش منع کردن. شما این کارو نکنید. شما به عنوان یک مسلمان این کارو نکنید که الله سبحانه و تعالی میفرماید که ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. بیننده عزیزی نوشتن که چرا الله متعال در قرآن کریم از ضمیر جمع استفاده کرده است؟ منظور از ما کیست؟ شماره اخیرشون 73. ببینید برادر عزیز، ما که در قرآن استفاده شده، نحنو که ما در فارسی میگیم ما، این برای بیان عظمت و کبریا و فخامت طرف است، الله سبحانه و تعالی، و این به معنی جمع نیست. حتی در فارسی هم ما داریم. مثلا پادشاه ها رو دیده باشید. ما مثلا محمد ظاهر شاه پادشاه افغانستان امر میکنیم. فیلم های تاریخی دیده باشید، مثلا همیشه کلمه جمع استفاده میکنن انسان‌های بزرگ و صاحب قدرت و پادشاه و اینها. ما حتی در فارسی مثلا ما به پدر و مادرمون، به بزرگامون، به اساتیدمون نمیگیم تو آمدی، تو رفتی، میگیم شما آمدید، شما رفتید، شما گفتید، شما اینطوری، شما. حالا در حالی که اونجا جمع نیست. استاد من است، من بهش میگم شما. پدر من است، بهش میگم شما. مادرم است، بهش میگم شما. اینجا معنی نیست که اونجا مثلا 10 تا مادر است، 10 تا استاد است. نه، یک نفر است، ما بهش میگیم شما. همونطور مثلا جایی که طرف بخواد خیلی مثلا با غرور و با تکبر یک مطلبی رو بیان میکنه، والله ما که گفته بودیم به شما حرف ما رو نشنیدید. حتی در فارسی هم ما استفاده میکنیم این رو. و این الله سبحانه و تعالی ولله مثل الاعلی، الله سبحانه و تعالی وقتی که میگه نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، این نحن در اینجا به معنی این نیست که ما مجموعه‌ای بودیم که جمع قرآن رو فرستادیم. نه، این به خاطر عظمت الله، به خاطر کبریای الله سبحانه و تعالی، به خاطر عظمت ذات ذوالجلال الله سبحانه و تعالی اینطوری کلمه به اصطلاح جمع آمده و معنی این جمع نیست. و چون قرآن کریم به زبان بشر نازل شده، کلام الله سبحانه و تعالی به زبان بشر برای ما نازل شده، به خاطر همون به اصطلاح ادبیات و اصطلاحاتی که در بین بشر استفاده میشه رو در قرآن کریم بیان کرده و این به معنی جمع در قرآن کریم نیست. برعکس آنچه که روافض ادعا میکنن که اینجا که الله گفته که نحن نزلنا الذکر، یعنی من و علی و فاطمه و حسن و حسین با هم قرآن رو نازل کردیم، که نه، این حرف باطل و اشتباهه.
دوست عزیز نوشتن کمی در مورد مهر صحبت بکنید. در مورد مهر برادر عزیز که چهارشنبه اخیرشون 8740 هست، مهر چی است؟ الله سبحانه و تعالی وقتی که در همه امور ما در زندگی ما، چه مرد چه زن، الله سبحانه و تعالی حکمت هایی رو برای زندگی ما در نظر گرفته. وجود مهر، وجود شاهد، وجود ولی، همه اینا بخاطر یک مصلحت است. به طور مثال چرا باید در نکاح مثلا ما 2 نفر شاهد وجود داشته باشه؟ چون نشه که فردا یا شوهر یا همسرش یا یکی انکار بکنه، نه بگه که همچین عقدی صورت نگرفته اصلا، نه اصلا این زن این نیست، حقوق طرف ضایع بشه. به خاطر همین 2 تا شاهد باید باشه. ولی چرا باید باشه؟ گاهی اوقات بعضی از دختر خانمایی هستن که بدون رضایت پدر یا به خاطر فشار یا به هر دلیلی میرن ازدواج میکنن و بعد از مدتی پشیمان میشن. به خاطر همین وجود ولی مثلا یکی از شروط نکاح محسوب میشود. مهر چیست؟ مهر در حقیقت از نگاه اجتماعی که بخوایم ببینیم یک ضمانتی هست برای زن. مبلغی از مالی است که زن خودش تعیین میکنه. زن میتونه بگه $100، میتونه بگه $1، میتونه بگه 1 جلد کلام الله مجید، میتونه بگه 1 سکه طلا، میتونه بگه 100,000. این نیست که مثلا در خانواده ها طوری معروف است که مهر تعیین میشه، یا در اصطلاح افغانی قلین میگن، تعیین میشه برای یک عروس خانمی، بعد پدرش میاد اون پول رو میخوره و حیف و میل میکنه. نه، اینطوری نیست در دین. این پول حق عروس است. هیچ کس حق تصرف در این پول رو بدون اجازه عروس نداره، حتی پدرش، حتی مادرش، هیچ کس. این یک نوع ضمانتی است که در نزد عروس میمانه. چرا این حکمتش چی است؟ احمد با فاطمه ازدواج کرد. احمد یک مرد است. فردا میتونه وقتی که فاطمه رو طلاق داد میتونه بره با زهرا ازدواج بکنه، با مریم ازدواج بکنه، با یک زن دیگه ازدواج بکنه. زن در همه جوامع، حالا بعضی زنها نه زنها میتونن، درست میتونن هر کار، حالا اینجا مثلا میخوان در همه چیز هم پایه مرد باشن، اما فطرت زن اینطوری نیست. زن حساس تر است. زن زود دچار مشکلات روحی روانی میشه بعد از جدایی. زن شاید ماها طول بکشه نتونه خودش رو جمع جور بکنه تا دوباره ازدواج بکنه، یا اینکه دوباره به زندگی سر و سامان بده. این مبلغی که پرداخت میشه به یک زن به عنوان یک کفالت، به عنوان یک ضمانت زندگیش است. هیچ کس حق تصرف در او رو نداره. بعضیا میگن این یک نوع خرید و فروش است که در اسلام ببینید که حتما باید یک مبلغی از مال باشه که یک زن و شوهر با هم دیگه نکاح بکنن. کلیپی رو دیدم که ببینید که این اسلام به زن رو میفروشه. ببینید این خرید، بالعکس این داره. الان کسایی که همین حرفا رو میزنه، میتونی بری خونه بدون پول به دست بیاری، ماشین بدون پول به دست بیاری، خوراک بدون پول به دست بیاری. هیچ چیزی در این دنیا بدون مقابل نیست. باید در مقابلش پول بدی. هیچ چیزی رو کسی به تو مفت نمیده. پس بگیم تو انسان پولکی هستی؟ این پول به عنوان یک ضمانتی برای آینده این خانم در نزدش میمونه. و اکثر خانم‌ها یک مدت میگذره که این پولو میدن به شوهر، شوهرمون مثل قند و قروض خرجش میکنه. اکثرا این اتفاق میفته. یا پدرش میگیره یا به پدرش میده یا به مادرش. به هر صورت شاید کم وجود داشته باشن زنهایی که این پولو بگیره مثلا در حساب شخصیش در بانک بگذاره برای آینده خودش. اسلام این رو که شرط قرار داده در نکاح به خاطر آینده خود زن، که فردا اگر از این مرد جدا شد حداقل تا یک مدتی بتونه زندگی خودش رو از این پول تامین بکنه. و در جوامعی که به مهر اهمیت نمیدن، مثلا یکی از مشکلاتی که فعلا در تاجیکستان است کم بودن مهر است. طرف میاد از روسیه با $200 ازدواج میکنه،
$200 میده یک زنی رو میگیره، بعد یک مدت خوشگذرانی میکنه، بعد اونو ول میکنه میره در روسیه یک زن تاتار دیگه میگیره یا یک زن بلاروس دیگه میگیره یا یک زن روس دیگه میگیره، با اون کیفشو میکنه. این بیچاره اونجا مونده. اما اگر این مهر مثلا $10,000 باشه، طرف یک 2 سال 3 سال زحمت میکشه $10,000 جمع میکنه، بعد میاد مهر میده به این دختر. این دخترم این پول رو میگیره میبره در خونه حفظش میکنه، در بانک پیش یک انسان معتمد نگه میداره. بعد این پسری که باش نکاح کرده بلند شد رفت روسیه، برگشت و به این اهمیت نداد، خرچشو نفرستاد، از اون پول میتونه زندگیشو تامین بکنه. ثانیاً اونی که 10,000 آورده اینجا داده به مهر، دیگه به گرفتن زن دیگه فکر نمیکنه تا وقتی که مثلا بخواد بره یک زن دیگه در تاجیکستان بگیره بعد 10,000 دیگه پیدا بکنه. اما این مهر کمی که امروز زنها دختر خانم‌ها در تاجیکستان میگیرن، این یکی از اسباب مشکلاتی است که در جامعه تاجیکستان فعلا به وجود آمده که طرف روسیه میاد با $200 عروسی میکنه و زن میگیره، بعد زن رو ول میکنه میره در روسیه عیاشی خودشو میکنه. بالعکس مثلا در جامعه افغانی کمتر این چیز وجود داره. چرا؟ چون مهر زیاد است. طرف مثلا 200,000 100,000 افغانی، یعنی چیز معادل مثلا 12,000 $13,000 مهر میگیره. طرف نفسش میبره تا مهر جمع بکنه. وقتی که او ازدواج کرد دیگه فکر اینو نمیکنه که این زن رو طلاق بده، فکرش هم تصورش هم نمیکنه، یا بره مثلا اینو ول کنه بره یک زن دیگه بگیره، تصورش هم نمیکنه. چرا؟ چون نفسش میبره تا دوباره بره مثلا اون پول مهریه زن دوم رو تهیه بکنه. به خاطر همین مثلا نسبت طلاق به این شکلی در افغانستان کمتر هستن، در تاجیکستان متاسفانه خیلی زیاد است. و این یک حکمتی است، یک مصلحتی است که الله سبحانه و تعالی برای زندگی ما در نظر گرفته. بیننده چهارشنبه آخرشان 5074 نوشتن تاجیک هستند، در روسیه زندگی میکنن، زن و فرزندانشان روس هستند، دولت برای آنها کمک پولی میکنه، آیا حلال است که پدر و مادر از آن استفاده کنه؟ بله، مادام پولی که دولت میده به خاطر فرزندانتون، این نباشه که شما همشو برید مثلا برای خودتون لباس نو بخرید و کفش نو بخرید و برای مسائلی که نیاز نیست مثلا مصرف بکنید. اما اون پول داده میشه به خاطر یک کمک هزینه ای است برای فرزندان شما. یک سری استانداردهایی رو حکومت در نظر گرفته، لباس خوب، خوراک خوب، اینا رو باید در نظر بگیرید. اما از اون چیزی بیشتر میمونه، شما پدر مادر میتونن از اون استفاده بکنن، هیچ مشکلی نداره. و این رو هم در نظر بگیرید که مثلا بعضی اتفاقاتی افتاده، وقتی این پول به شما داده میشه فرزندانتون رو گاهی اوقات شاید همینطور سرزده بیان تو خونه چک بکنن، یا بیمارستان به خاطر یک بیماری چیزی مراجعه میکنید، فرزندتون میبره اونجا تست میکنه میگه که کمخونی داره مثلا، بعد اینجا شما رو حتی امکان داره که تحویل پلیس بدن، قضیه‌تون به دادگاه بکشه، چون میگه شما حتما غذای مناسب به فرزندتون نمیدهید، به خاطر همین دچار کمخونی شده است. اینا مسائل رو هم در نظر بگیرید. اما پدر و مادر از اون پولی که برای فرزندانشون به خاطر مسائل تامین اجتماعی داده میشه استفاده کنن، اشکالی ندارد. بیننده نوشتن که افغانی هستن، در ایران کار میکنن، صاحب کار در نوروز به نام ایدی میدهد، حلال است یا حرام؟ آیا قبول کنیم یا نه؟ بله حلال است. اون پولی که مثلا به عنوان ایدی در نوروز به شما میدن، ببینید این که شما در روز نوروز یک سری مثلا مراسمی برگزار بکنید و جشن بگیرید این روزو، این اشتباه هست، چون تشابه با مجوسی‌ها میشه که عید نوروز رو مثلا تجلیل میکردن. اما این که مثلا صاحب کارتون به شما ایدی میده، این یک هدیه است، هدیه‌ای که به شما، حالا به هر مناسبتی که به شما بده. نظر نیست که حرام باشه، نظر حرام است. مثلا که صاحب کارتون نظر امام حسین کرده، از اون نظر به شما میده، مثلا این نه، این حرام است، این جایز نیست، نظر برای غیر الله هست. اما این که به مناسبت نوروز به شما ایدی داده، این حلال است و هیچ مشکلی ندارد. کدام صحابه به تاجیکستان آمدن و در کدام سال؟ آیا در این مورد توضیحاتی میتوانید بدهید؟ بله. ببینید مناطق ماوراء النهر رو فکر نمی کنم که صحابه اون طرف رفته باشن.
آنچه که واضح است حتی تا افغانستان هم صحابه نیامدند. یعنی در زمان سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه اولین حملاتی که به خراسان صورت گرفت صحابه نبودن، فرزندان صحابه بودن. مثلا طوری که در تاریخ آمده میگن که سعید ابن عثمان ابن عفان با یک معاهده صلح در سال 55 هجری یا 675 میلادی مناطق ماوراءالنهر رو، بعضی از مناطق رو، چون در اون وقت تاجیکستانی وجود نداشت، نه ازبکستان بود، نه تاجیکستان بود، نه ترکمنستان بود، نه قزاقستان و قرقیزستان. این دولت ها اصلا همین 100 سال اخیر ایجاد شده. قبل از این مناطق رو میگفتن ماوراءالنهر یا میگفتن سمرقند و بخارا. سمرقند و بخارا همه این مناطق رو در بر میگرفت. یا مناطق افغانستان تا قسمتی از ایران و جزئی از پاکستان امروزی، اینا رو بهش میگفتن خراسان. کشوری به اسم افغانستان وجود نداشت، کشوری به اسم ایران وجود نداشت. بعد از اون در سال 61 هجری یا 681 هجری سالم ابن زید یا سالم ابن زیاد این مناطق رو بعد از یک درگیری‌های بسیار شدید، جنگ بسیار شدیدی فتح کرد و آخرین بار هم در سال 93 هجری که 711 میلادی میشه به دست قتیبه ابن مسلم در سال 93 هجری این مناطق که فتح شد که بعد از اون دیگه به کفر بر نگشتن. شاید دوستان شنیده باشم مردم افغانستان میگن تبر مسلمان، چون این مناطق کابلستان و این مناطق کابلستان که میگه منظور کابل فعلی نیست، این مناطق زیادی رو در بر میگرفت کابلستان. 3 بار تقریبا این مردم مسلمان شدن، فتح شد این مناطق، بعد دوباره برگشتن، بعد دوباره کافر شدن، دوباره برگشتن. اما بعد از قتیبه ابن مسلم در سال 93 تقریبا میتونیم بگیم که بعد از اون دیگه اسلام در اینجا مستحکم شد و مردم همه به اسلام گرویدن، غیر از مناطقی که در نورستان امروزی که فکر کنم در زمان امیر عبدالرحمن خان مردم اکثرا بت پرست بودن که اینها به دین اسلام گرویدن. مناطق ماوراءالنهر و افغانستان امروزی و ایران و پاکستان و قسمتی از هند در اواخر قرن اول هجری تقریبا همه این مردم مسلمان شدن و به اسلام گرویدن. سوال دیگری که این برادر ما پرسه این است که آیا در جوراب نازک می شود مسح کرد؟ طبق مذهب حنفی نه. در مذهب حنفی خفین یا همون چیزی که مثل جوراب مانند که هست در میپوشن، با کفش میپوشن، باید از یک چیزی باشه که آب به اون نفوذ نکنه و به اصطلاح کلفت باشه و این شرط رو گذاشتن. اما در بقیه مذاهب بله، در بقیه مذاهب شما می توانید که بر روی جوراب مسح بکنید و اشکالی ندارد. اما جورابی که خیلی خیلی نازک باشد، پای انسان آشکار باشد، از اون بعضی جورابا رو دیدید مثلا خانم‌ها که استفاده میکنن خیلی نازک است. حالا حتی بعضی از جورابای مردان هم مثل جورابایی که خانم‌ها استفاده میکردن نازک شده الان. روی اون جوراب دیگه من چی بگم، یعنی حتی من قانع نمیشم که مثلا رو اون جوراب مسح کرد. اما اگر انسانی جوراب کلفتی در پا پوشیده باشه، به نظر من طبق فتوای علمایی که جمهور علما که میگن مسح کردن جایز است. الا احناف اصحاب مذهب حنفی میگن که غیر از شی کلفتی باشه، چرم باشه که آب بهش نفوذ نکنه فلان، اینا نمیشه بر روی جوراب مسح کرد. به خاطر همون حتی در سرما هم اگر دیدید کسانی که مقید به این مسئله در فقه حنفی هستن پاهای خودشان را میشورند و مسح نمی کنند. دوست عزیزی نوشتن در مورد آیه 41 و 42 سوره بقره که توضیح بدید در مورد ملاهای دین فروش. آیه 41 و 42 سوره بقره. چشم، در این مورد این آیات رو من خدمت شما عزیزان بیارم. الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که و آمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول کافر به. الله سبحانه و تعالی خطاب به یهود است و می ایمان بیاورید به آنچه که
نازل شده بر شما که تصدیق کننده آنچه است که در دست شماست، یعنی کتاب تورات و انجیل. ولا تکونوا اول کافر به، و شما جمله اولین کافرانی که است با آن نباشید. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا و ایای فاتقون، و با آیات الله سبحانه و تعالی بهای اندک نگیرید، یعنی که آیات الهی را با بهای اندک نفروشید. ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون، و حق را با باطل نیامیزید، یعنی حق را باطل جلوه ندهید، باطل را حق جلوه ندهید. و تکتموا الحق و انتم تعلمون، و حق را پنهان نکنید در حالی که میدانید. این یک وعید است که به علمای یهود الله سبحانه و تعالی نازل میکنه که موقعی که اونها صفات رسول الله صلی الله علیه و سلم، صفات اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در تورات و انجیل ذکر شده بود، اونا همین آیات رو پنهان کردن. اصلا یهود چرا در مدینه آمدند؟ یهود در مدینه آمده بودند که پیامبر آخر زمان در کتابشان در تورات آیاتی نازل شده بود که پیامبر آخر زمان از یک منطقه‌ای که نخلستان است و آب گوارا دارد و فلان فلان در آنجا ظهور می‌کند. اینها دیدن که همین منطقه مدینه منوره به یا یثرب در آن زمان شباهت زیادی به همان نشانه‌هایی دارد که در تورات آمده. به خاطر همین قبایل بنی نضیر و بنی قینقاع و بنی قریظه اینا قبایل یهودی بودن که به خاطر دیدن پیامبری که مبعوث خواهد شد آمدن در اینجا. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به پیامبری مبعوث شدن و به مدینه هجرت کردن، چون در تورات آمده بود که در انجیل و تورات آمده بود که پیامبر از کوههای مکه ظهور می‌کند و بعداً میآید به مدینه و در یثرب و در اینجا اینا تفاصیل آمده. وقتی همه این نشانه ها رو دیدن و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه آمدن، حتی ویژگی ها و صفاتی که در پیامبر صلی الله علیه و سلم دیده بودن، در کتابشون خونده بودن رو در پیامبر دیدن. چیکار کردن؟ همین آیات رو پنهان کردن. احبار و رهبان اینها همین آیات رو پنهان کردن. به تصور که مثلا گرفتن از این وسط کتاب همین صفحه‌ای که این صفات پیامبر بود، این رو اصلا کندن و پنهانش کردن. پس صداتون در نیاد. چرا این کارو کردن؟ چون یهود فکر می‌کردن که پیامبر آخر از زمانم از اونها خواهد بود، از بین بنی اسرائیل ظهور خواهد کرد. خب موسی از بین بنی اسرائیل بود، عیسی از بین بنی اسرائیل بود. فکر می‌کردن که این پیامبرم از بین بنی اسرائیل. وقتی دید که از بین عرب اومد، اینجا اومدن گفتن اوهو ما حالا بریم مثلا به پیامبری که از بین عرب آمده به اون ایمان بیاریم. همین نشانه‌های پیامبر آخر از زمان رو چیکار کردن؟ از کتاب‌های خودشان پاک کردن. به همین دلیل الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که و تکتموا الحق و انتم تعلمون، حق رو پنهان می‌کنید در حالی که شما می‌دانید. اصل شأن نزول آیات در مورد یهود است و این کارهایی که در پنهان کردن صفات و علامت‌های پیامبر آخر زمان در تورات و انجیل آمده بود و مسیحیت هم این کارو کردن. اما در مورد ملاها و علمایی که امروز حق رو نمیگن به خاطر خوشحال کردن مردم، حق رو نمیگن به خاطر که والا مریدا و پیروانشان مثلا کمکاشون از اونها قطع نشه، حق رو نمیگن به خاطری که مردم رو از خودشون راضی بکنن، حق رو پنهان میکنن به خاطر اینکه حالا کسی به اینا نگه که متطرف و متشدد و تروریست و فلان. دقیقاً اینا هم شامل همین وعید الله سبحانه و تعالی میشوند که نسبت به یهود در اینجا بیان شده است. علما، اهل دعوت، اهل حق باید همیشه حق رو بیان بکنن، حق رو از هیچ کسی در هیچ شرایطی پنهان نکنن، وگرنه گرفتار همان وعیدی میشوند که الله سبحانه و تعالی در مورد یهود و علمای یهود و علمای نصارا بیان کرد. که اونها چیکار میکردن؟ مثلا طرف میمد میگفت که من به تو 100,000 میدم، تو همین آیه‌ای که در تورات اومده در مورد مثلا سود هست، در مورد ربا هست، همین رو یک شکلی رفع و دفعش بکن. یا نصارا چیکار میکردن؟ پول میگرفتن، طرف رو براش یک سک غفران میدادن. سک غفران چی بود؟ یک قواله‌ای، مثلا یک تاپویی، یک برگه میدادن که توسط این برگه طرف چی میشد؟
طرف میگفتن که تو با این برگه وارد بهشت میشی. پول میگرفتن، همه گناهان طرف رو میبخشیدن، بعد بهش هم به اصطلاح سکوک غفران بهش میگفتن. یک برگه‌ای که برگه اجازه ورود به جنت بهش میدادن. خب این دین فروشی بود که علمای یهود این کار رو، علمای نصارا هم این کار رو انجام تا همین قرنهای 16 و 17 تا 18 میلادی در کلیساها این سکوک غفران بود. الان هم هست به شکل دیگری، یعنی با اون اندازه‌ای که قبلا بود نیست، اما به شکل دیگری از طرف میره مقدار پولی میده، بعد اعتراف میکنه، بعد گناهش بخشیده میشه. بر صورت این از جمله بدبختی است که در دین نصارا متاسفانه وجود داشت. بیننده عزیزی در مورد نوشیدنی ردبول پرسیدن. ببینید برادر عزیز، من قبلا در مورد نوشیدنی های گازدار و انرژی دار که حالا از هر مارکی باشه، هر اسمی باشه، هر نوشیدنی که در او الکل وجود نداشته باشه، گوشت خوک، خون، منی، به اصطلاح چیزهایی که در دین منع شده خوردنش، نوشیدنش، استفاده کردنش منع شده، وجود نداشته باشه، اشکالی نداره. این یک طرف قضیه. مادامی که مواد نشاور نداشته باشه، مواد مخدر نداشته باشه، مواد ممنوعه مانست خون و منی و نمیدونم فلان و این چیزا داخلش نباشه، گوشت خوک، چربی خوک، این چیزا نداشته باشه، اشکالی نداره. اما همین نوشیدنی های گازدار و انرژی داری که هست، همه اطباء، همه دکترها در سراسر دنیا همه با این متفقن که اینها غیر از ضرر هیچ سودی به انسان نداره. بعضی از اینها مقدار زیادی کافئین دارد که مانند چای انسان رو معتاد میکند. شما مثلا اگر یک روزی 2 روز پی در پی یکی از این نوشیدنی رو استفاده کنید، روز سوم در همون ساعت خود به خود به طرفش کشیده میشید، دیگه اصلا بیقرار میشید که حتما باید این رو بخوری. این به خاطر وجود ماده کافئین است که به پیمانه وسیع مانند قهوه، در قهوه وجود دارد، در چای وجود دارد ماده، اما در چای و قهوه به اون پیمانه‌ای که در این نوشیدنی های گازدار و انرژیزا در اینا میریزن ضرردار نیست در چای و قهوه. اما چون در این مواد دیگری اضافه میکنن، مواد حافظه هست، رنگ هست، شکر هست، به پیمانه وسیع شکر اضافه میکنن، اینها همه به صحت انسان، به تندرستی انسان ضرر داره و هر چیزی که به تندرستی انسان ضرر داشته باشه خوردنش جایز نیست. ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، به دست خودتون رو در هلاکت نیندازید. و انسان اگر میره مثلا این نوشیدنی رو که هیچ فایده‌ای هم به بدن تو نداره غیر از ضرر، مثلا فشار خون رو بالا میکنه، شکر بدن رو بالا میکنه، نیازی نیست که انسان از این مواد استفاده بکنه. اما برای حلال و حرام بودنش از نگاه شرعی، همون شروطی که خدمتتون عرض کردم، وجود الکل، مواد مخدر یا موادی که نجس هست و در اون استفاده بشه، در اون صورت شده و همه اینا رو اکثرش نوشته است. شما قوطی‌هاش نگاه بکنید، مقدار گالری، مقدار شکرش، مواد حافظه‌ای که در داخلش داره، همه این چیزا نوشته است و میتونید که اون رو ببینید. شما میگویید که مقلد نیستید اما در موضوع ریش از امام شافعی تقلید کردید که در این مورد پاسخ بدید. من ویدیو شما رو دیدم، در مورد اندازه ریش میگید یک قبض سنت است. ببینید برادرای عزیز گرامی، یک موضوعی است که من در هیچ جایی نگفتم که مقلد نیستم. این کسی باش گفتگو داشتیم، جاوید حنفی، به خاطر نمیدونم برنامه‌های شخصی خودشون اومد یک تهمتی رو به من زد که من میگم تقلید حرام است. هاشا و کلا، نگفتم تقلید حرام است، هرگز نگفتم و این اعتقاد من نیست که تقلید حرام است. نگفتم من مقلد نیستم، هاشا و کلا که من گفته باشم من مقلد نیستم. مشکل ما در این است که تعصب در تقلید جایز نیست، به این معنی که
من یک مطلبی رو در مذهب شافعی دیدم که به سنت پیامبر نزدیکتر است، از اون مطابقت میکنم. مطلب دیگری رو دیدم که در مذهب حنفی به سنت پیامبر نزدیکتر است، دلیل قوی تر است، از اون مطابقت میکنم. این روش خود این ائمه بزرگوار بوده. خود شاگردان امام ابو حنیفه، امام محمد، امام ابو یوسف، اینا هیچ، امام محمد شیبانی مثلا، اینا با 80% از آرای استادشون که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باشه مخالف بودن. فتاواشون معروف است در داخل مذهب. حالا چی میگن در داخل مذهب. ببین چیز در داخل مذهب و خارج مذهب نبوده. اصلا مذهب امام محمد شیبانی با مذهب امام حنیفه فرق میکنه. اما چون در یک مدرسه بودن، به همین دلیل همه به اسم مذهب حنفی ثبت شد، در که با آرای استادشون مخالف بودن در خیلی از مسائل. شاگردان امام ابو حنیفه با امام شافعی و با امام احمد ابن حنبل و با امام مالک هم نظر بودن و این به این معنی نیست که اینا مقلد، نه به اصطلاح اگر کسی رفت تعصب در یک مذهب نداشت مقلد نیست. برای عوام الناس راهی جز تقلید وجود ندارد، نه اینکه تعصب در تقلید باشد. یعنی شما مثلا امروز بری به یک عوام الناس بگی برادر عزیز این عملی که تو انجام میدهی امام ابو حنیفه نگفته، امام مالک نگفته، امام شافعی، امام احمد نگفته، رسول الله نگفته. میگه نه این در مذهب حنفی است. تو از کجا فهمیدی که در مذهب حنفی؟ چون مولوی فلان فلان اینو گفته، چون که اون حنفی است. بسیاری از اعمالی که امروز به نام امام اعظم به نام مذهب حنفی انجام داده میشه، نه افعال امام ابو حنیفه است، نه افعال امام محمد شیبانی است، نه افعال امام ابو یوسف است، بلکه افعال کسانی است یا فتاوای کسانی است که شاید صدها سال بعد از آنها آمدن. اما چون در یک مدرسه بوده به نام مذهب حنفی ثبت شده. تعصب، ما مخالف تعصب هستیم. آنچه که علما گفتن که چیزی که به سنت برابر هست، گفتم لحظات پیشم هرچه بیشتر بهتر، هرچه بیشتر، چون پیامبر میگه احف اللحیه ارخ اللحیه اترک اللحیه. یعنی چی؟ دراز بگذارید، بلندتر بگذارید، رها کنید ریشتون رو. همه اینا نشان دهنده این است که از یک قبضه هرچه بیشتر بهتر. و آنچه که فهم علما بوده از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، و من اولین بار از شما میشنوم که این تقلید از مذهب شافعی است. من مقلد متعصب هیچ مذهبی نیستم. مقلد متعصب هیچ مذهب نیستم و این وظیفه همه مسلمان هاست که اینطوری باشن. تعصب در یک مذهب این عمل حرام است، جایز نیست. تعصب فقط به قول رسول الله صلی الله علیه و سلم، به قول الله سبحانه و تعالی. وقتی کسی برای شما حدیث صحیح پیامبر رو بیان می کند و شما میگید که نه در مذهب ما اینطوری است، این از تعصب حرام، این تعصب باطل است. چون امام مذاهب، ائمه مذاهب هیچ کدام پیامبر نبودن، حرفشان وحی نیست، معصوم نبودن، شاید اشتباه کرده باشن و این وارد است. به خاطر همین قضیه تعصب است برادر عزیز، تقلید نیست. بیننده نوشتن که از $4000 چقدر زکات میشه؟ از $4000 $100، یعنی 2.5% از پول 2.5% زکات میشه. و همچنین پرسیدن که اگر کسی زکاتش رو به برادرش به تجاوز است، بله زکات رو به برادر میشه داد، به خواهر میشه، به خاله، عمه، دایی، عمو، به اینا میشه داد. فقط به فرزندانتون که زیر سن بلوغ باشن و کفالت اونها به دوش شما هست، به همسرتان و به پدر و مادرتان که نفقه این افرادی که نفقه اونها بر شما واجب است، نفقه اونها بر شما واجب است. یعنی چی؟ یعنی خرج و خوراک و لباس و پوشاک و مسکنشون رو باید شما تهیه بکنید. نمیتونید که به اونها زکات هم بدید، چون اصلا نفقه اونها بر شما واجب است. اما چون برادر
نفقه برادر بر برادر واجب نیست، ولو که یک برادری مثلا میلیاردر باشد، یک برادری هیچی نداشته باشد. یعنی مکلف از نگاه شرع به این نیست که نفقه برادر خود را بدهد، اما کمک کردن، دستور رو گرفتن، همراهی با او کردن، این اخوت است، برادری است، خاصا برادری که از یک پدر و مادر باشه. همسر ابن مسعود رضی الله تعالی عنه زن پولداری بود، تاجری بود. آمد پیش رسول الله: یا رسول الله، من آیا می توانم زکاتم را به شوهرم ابن مسعود بدم؟ تصور کنید مثلا این سوال و جواب را تصور بکنید، ببینید که مثلا یک زمانی اسلام چه ارزش‌هایی رو در جامعه پیاده کرده بود که امروز در نظر گرفته نمیشه. زن تاجر است اما شوهرش دست به پولش نمیزنه. امروز زن مهریه‌اش رو مثل قند و قرود میخورن شوهرها، یا زمینشو یا خونه‌شو یا املاکشو. مثلا آیا میتوانم به شوهرم ابن مسعود زکات بدهم؟ میدانید که او مرد فقیری است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که بله، هم میتوانی به او زکات بدهی و این هم برای تو ثواب زکات است، هم صله رحم است. اما آیا ابن مسعود اگر پولدار می بود و همسرش فقیر می بود می توانست زکات خود را به همسرش بدهد؟ نخیر، چون که خرج و مصرف همسر ابن مسعود بر ابن مسعود واجب بود. اینو میگن نفقه. لباسش، مسکنش، خوراکش، پوشاکش، همه چیزش بر دوش شوهرش بود. اما عکس میشه. به همین دلیل شما میتونید که به برادرتون زکاتتون رو بدید، هم ثواب زکات دادن رو میگیرید، هم ثواب صله رحم رو میگیرید. صله رحم یعنی حقوق خویشاوندان که در اسلام خیلی تاکید شده بر اون. بیننده نشان در مهاجرت هستند. یک نفر یک خواهر مسلمانی را پنهانی از پدر و مادرش از تاجیکستان اینجا آورده و در اینجا نکاح کرده. آل سرش ظلم میکند و او رو میزند، نشان لطوکوب میکند یعنی میزند. چند بار به لفظ تاجیکی گفته که سر تو زن میگیره و تو رو اعلام میکنم. آیا میتوانیم به او زن کمک کنیم، راه نشانش بدهیم؟ دوم، آیا این طلاق واقع شده است یا نه؟ اولا در مورد طلاق این که گفته باشه که تو رو طلاق خواهم داد، این طلاق واقع نمیشه. تهدید کرده باشه که تو رو طلاق میدهم، یعنی در آینده میدهم، طلاق واقع نمیشه. اما این که میزنه، حق نداره بزنه. این زن میتونه بره در دادگاه، ولو این که در دادگاه مدنی باشه. ببینید، من یک نصیحتی به خواهران مسلمان بکنم، این که میگن والا این است و اون است و فلان است، این چیزا نترسید. دست سرتان بلند میکنه، ظلم بهتون میکنه، در اولین دادگاه برید، دادگاه مدنی از شرعی از هر جایی که است، برید شکایت بکنید، حقش رو کف دستش بگذارید. هیچ مردی حق ندارد که بالای زنش دست بلند بکند، او را بزند. و آن چیزی که دست زدن در قرآن کریم ذکر شده است، پیامبر صلی الله علیه و سلم شروط برش گذاشتن: به صورت نزنید، اثر زدن در بدن نباشد، بدن او سیاه و کبود نشود و شروط دیگری. حتی در روایتی با مسواک زدن، مسواک چوبی کوچیک با اون زدن. اصلا اینجا منظور این نیست که طرف رو بزن لط و کوبش کو به قول افغانی، و بزن دست و پاشو بشکنی، تا دست بیرو میگرفت زنشو میزنه. این منظور زدن این نیست. این یک نوع تنبیه هست، یک نوع تنبیه هست و این زدن هم آخرین علاج است. در قرآن کریم اول میگه که نصیحت بکنید، بعد یک نفر از فامیل شوهر، یک نفر از فامیل زن، اینا بشینن مشکلات رو بررسی بکنن، راه حل بسنجن. سوم این که هجر است، یعنی دوری کردن، در یک خونه بسترشون رو جدا بکنن. بعد همه اینها که جواب نداد، بعد از اون حق داره بزنه. من یک چیز دیگری رو نمیخوام بر دین چیزی رو اضافه بکنم، این رو در همه امور شرعی من این رو میگم. مثلا کسی پرسیده بود آیا میشه فرزندت نماز نخواند او رو بزنی؟ گفتم اگر خودش 5 وقت نمازش رو سر وقت در مسجد میره میخونه، حق داره بزنه، در غیر اون حق نداره بزنه. طرف اگر خودش 5 وقت نمازش رو سر وقت با جماعت میخونه، بعد از اون فرزندش نماز نمیخونه،
بعد از اون که فرزندش رو تربیت کرده، اسوه و الگو و نمونه براش بوده، بعد از اون حق داره که فرزندش رو تنبیه بکنه. در غیر او حق نداره تنبیه بکنه، چون اگر این کارو بکنه هیچ وقت فرزندش بی‌نماز نمیشه. تو تربیت سالم بکن، امور دینی رو بیان بکن، خودت الگو و نمونه باش، فرزندت هیچ وقت نماز رو ترک نمیکنه. شوهری که حقوق همسرش رو مراعات میکنه، نفقه او رو میده و طبق فرامین الله و رسول با همسرش برخورد میکنه، توهین نمیکنه، اهانت نمیکنه، نیازهای او رو برآورده میکنه، نفقش رو میده، شرایط روحی، روانی، جسمی، همه این چیزا رو در نظر میگیره، همه حقوق همسرش رو یعنی زنش رو در نظر میگیره و اجرا میکنه. بعد از اون اگر بعد از طی این مراحل، نصیحت و حکمین، دو نفر از سران مثلا فامیل شوهر و زن، و بعد از دوری گرفتن، جدا کردن بستر، اینها اگر باز اصلاح نشد، اون وقت بزنید. اون امکان نداره که در بین میلیارد زن یک زنی پیدا بشه که قابل زدن باشه. چرا؟ اون زنی که قابل زدن هست اون زنی است که شاذ است، اون دیگه از جاده انسانیت خارج است، اون دیگه نیازی به یک جرقه‌ای داره در زندگیش که دوباره به راه راست برگرده. مثل یک بیماری است که دیگه قلبش وایستاده، اونو شارت برق میدن تا که دوباره قلبش به حرکت بیفته. وقتی این شرایط رو ما در نظر بگیریم، از بین میلیارد زن یک زنه که این زدن بر او سخت بکنه ما پیدا نمی کنیم. پیامبر هیچ کدام از زناشو نزده. صحابه تا جایی که من سیرت خواندم بیاد نکنم گفته باشم عثمان زنشو زده، علی زنشو زده، طلحه زنشو زده، حسن و حسین زناشون رو زدن، جایی نگفته. چون به حدی نرسیده بود که بزنن، چون خودشون اسوه بودن. حقوق، وقتی حقوق مراعات بشه بین زن و شوهر، نیازی نیست به این که مثلا از تنبیه استفاده بشه. و اینکه باید به طرف کمک بکنم، بله، مادامی که انصر اخاک ظالما و مظلوما، یک مسلمان رو شما چه ظالم باشه رو کمک بکنید چه مظلوم باشه. گفتن یا رسول الله ظالم مظلوم رو فهمیدیم چطور کمک بکنیم، ظالم رو چطور کمک؟ گفتن دستشو بگیرید، نذارید ظلم بکنه. برید با شوهرش بشینید، نصیحتش بکنید، بهش بگید، حقوق رو براش بیان بکنید. امام مسجد، یک شخص دیندار بشینه نصیحتش بکنه. اگر با نصیحت نشد، 2 بار 3 بار 4 بار با نصیحت نشد، بله میتونید به زن کمک بکنید که مسیر زندگیشو مشخص بکنه، طلاق بگیره. شوهری که وظیفه شرعی خودش رو در مقابل همسرش انجام نمیده و زنش میتونه و شرایطشو داره، میتونه جدا بشه ازش. اصلا طلاق رو الله سبحانه و تعالی امساکم بالمعروف و تسریحهم باحسان، یا مثل آدم ولی زن و شوهر بشید یا مثل آدم ولی از هم جدا بشید. یعنی به زبان عامیانه تفسیرش این است: زن بگیرید یا شوهر بکنید بالمعروف، یعنی مثل آدم، یا که از هم جدا بشید. در صورتی که نمیتوانید با هم دیگه زندگی بکنید، نمیتونید با هم دیگه کنار بیاید، از هم دیگه میتونید جدا بشید. و الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم این رو بیان کرده. رفته حتما شما با ظلم و جبر باید زندگی بکنید؟ نه، همچین چیزی نیست در دین. بیننده دیگه نوشتن که 10 روز پیش برادرشون از بی‌پروایی دکترهای یک شفاخانه جان به حق سپرد. حال مادرم میگه شکایت میکنم از دکتر. چیکار باید بکنیم؟ آیا بانیم شکایت بکنیم یا اینکه نمانمش که شکایت بکنیم؟ بله، باید شکایت بکنید. باید، فرض است که شکایت بکنید. دکتری که در بیمارستان و به این مناسبت من برادرم در هر کشوری که زندگی میکنید، دکتری که خطای طبی انجام میده، بی‌پروایی میکنه و مریض شما رو گرفتار یک بیماری یا یک نقصی در بدنش میکنه، شکایت بکنید، با تا سرحد اعدام هم که شده برسانینش. واجب است، فرض است.
چون این از امر معروف و نهی از منکر است در جامعه. تو که بی‌پروا هستی، تو که لیاقتش نداری، نرو، کار نکن، دکتر نشو، با جان مردم بازی نکن. من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. کسی که شما اشتباهی رو میبینید با دستتان عوض بکنید اگر میتوانید. وظیفه حکومت است. به دادگاه شکایت میکنید، دادگاه اون رو ادب میکنه. به پلیس شکایت میکنید، به دادستانی شکایت یا به سارنواری شکایت میکنید. فمن لم یستطع فبلسانه. کسی که نمیتواند به زبانش نصیحت میکند. فمن لم یستطع فبقلبه. کسی که هیچ نمیتواند به قلبش. اما اینجا شما حقتان است، فرض است، واجب است که برید شکایت بکنید. چرا؟ شما بعضی میگه چطور فرض و واجب است؟ نجات جان بقیه مسلمان ها مگر واجب نیست؟ اگر شما امروز شکایت نکردید، فردا همین بلایی که سر برادر شما آمد سر برادر کسی دیگری میاد، سر خواهر کسی دیگری میاره. دکتر بی‌پروا، دکتر جاهل، دکتری که دقت نمیکنه در کارش، باید سخت‌ترین مجازات باید شود. مهندسی که در ساخت مثلا زلزله میشه، ساختمان‌ها، آپارتمان‌ها خراب میشه، مهندسینی که آمدن این ساختمان‌ها رو مثلا یک سری مواصفات رو در نظر گرفته حکومت، طبق این مواصفات نساختن و اینا اوکی کردن، امضا کردن، باید اعدام بشن، باید محاکمه بشن، مجازات بشن. یک آپارتمان در زلزله فرو میریزه، مثلا 200-300 نفر میمیرن. این بازی کردن با جان مردم است. نه اینکه 2 سال زندانش بکن بعد از اون یک بهانه بیرون بیاد. نه، اینا باید به اشد مجازات طبق شرع اسلام باید برسن تا که بار دیگه تکرار نکنن. طرف تو یک آمپولی به یک طرف میزنی که نصف بدنش فلج میشه، بقیه عمرش رو مجبور است که مثلا رو صندلی چرخدار بگرده. تو زندگیشو گرفتی، تو تباه کردی، طرف رو بربادش دادی. نباید که انسان یک دکتری مثلا بی توجه باشه در این مسائل. هر دکتری که کوچکترین خطایی از بی‌پروایی انجام میده ازش شکایت بکنید، ولو اینکه خطای عمدی نباشه. چرا؟ بعد یک دکتری که با جان مردم داره بازی میکنه دقت بکنه. نه اینکه شب با خانمش دعوا شده باشه، صبح بیاد تو بیمارستان، طرف رو عمل کرده، پنس و قیچی رو فراموش کرده داخل معده و رودش. این که نشد. بیننده عزیزی نوشتن که قرآن رو حفظ میکنن، یک مشکلی دارن که زیاد وضو نمیتوانن نگه دارن، چیکار کنن؟ لطفاً در این مورد معلومات بدهید. ببینید بعضی اگر بیماری دارن، سلسله بول است، یا که به اصطلاح نمیتونن خودش رو کنترل بکنن، گازهایی که بدنشون خارج میشه، این بیماری است. مادامی کسی که بیماری است، حتی در مورد مثلا کسی که ادرارش رو نمیتونه نگه داره، وضو میگیره، استنجا میکنه، وضو میگیره، که پارچه‌ای رو مثلا میگذاره. الان که مثلا در بازارها مثل پوشکی که برای اطفال استفاده میشه و برای بزرگسال‌ها هم وجود داره، میتونه از اونها استفاده بکنه و فقط در وقت نمازها میتونه تجدید وضو بکنه، نمازش رو بخونه. برای خواندن قرآن و تلاوت و حفظ و این چیزا مشکلی نیست. لازم نیست که مثلا هر لحظه بره وضو بگیره، وضو تازه بکنه. این یک بیماری است. ثانیاً بدون لمس مصحف، اگر دچار این مشکل هست، بدون که مصحف رو لمس بکنه، حفظ کردن، تلاوت کردن اشکالی نداره. و بعضی از علما یعنی رأی دادن که فتوا دادن که کراهیت داره. اما وقتی که در حد یک بیماری باشه، در حد یک وسواس یا بیماری باشه، در اون صورت انسان برای حفظ مثلا تکرار میخواد بکنه، اشکالی نداره، به شرطی که مصحف رو، صفحات مصحف رو دست نزنه، الا اینکه وضو داشته باشه. اما اگر کسی بیمار بود طبعا معذور است. بیننده نوشتن از پشت گوشی میشه نکاح بعد؟ اگر بیخبر مادر، پدر، دختر نکاح ببندد، نکاحش رو میشه. نکاح بدون ولی نمیشه. یکی از شروط نکاح این است که پدر یا ولی، پدر نباشه، عمو نباشه، دایی نباشه، برادر بزرگ، یک نفر بالغ ولی
از طرف زن باید باشه. این به خاطر توهین به زن نیست، به خاطر حفظ حقوق زن هست. تلفنی میشه، بله تلفنی، مادامی که کسی که میخواد نکاح رو ببنده، شاهدین اینا هم دیگه رو بشناسن، تصویری باشه چه بهتره. امروز برنامه‌های زیاد است مثل زوم، اسکایپ، ایمو، حتی در واتساپ میشه تصویری باشه چه بهتر. تلفنی میشه، اما هر موقعی که یعنی خواستن همبستر بشن یا که عروسی بکنن و به هم دیگه رسیدن، نکاح بکنن در حضور بهتر است. و قضیه که بدون ولی نه، بعضی از علمای احناف این رو چیز کردن، جایز دونستن، اما نه، حدیث صریح رسول الله صلی الله علیه و سلم است که نکاح نمی شود مگر با حضور ولی، یعنی ولی عروس. نوشتن که مادر و پدر پسر راضی است. مادر و پدر پسر راضی بودن راضی نبودنشان تأثیری در نکاح نداره، اما پدر دختر یا یکی از اولیایش باید حتما حضور داشته باشن. بیننده عزیزی نوشتن که آیا زن سنی با شیعه میتواند ازدواج کند؟ نخیر، زن سنی با شیعه نمیتواند ازدواج کند. بعضی از ملاها، بعضی از علما، بعضی از دعوتگران فتوا دادن که بله زن سنی میتواند با شیعه ازدواج کند. هرگز نمیتواند. یک زن سنی با یک مرد شیعی که معتقد به دین شیعه باشد هرگز نمیتواند ازدواج بکند. اولا خیلی از اموری که در دین شیعه وجود دارد و یک انسان ملتزم و متدین شیعه باشد مشکلات اعتقادی است که با اعتقادات اهل سنت جور در نمیاد. در نظر اهل سنت شرک است، در نظر اهل سنت این عمل بدعت است. این اولا. ثانیاً زن همیشه از مرد تمکین میکند، خاصا اگر در خانواده دیندار، در بین مسلمان ها همچنین نگاه شرعی هم این است و این سبب می شود که این زن مسلمان در سر یک دورایی واقع بشود. دین شوهرش برحق است یا دین این برحق است. و اگر که دچار شرک می شود، الله سبحانه و تعالی صراحتا میگه ولا تنکحوا المشرکین، با مشرکین ازدواج نکنید. اگر یک مرد شیعی که مثلا استغاثه به غیر الله داشته باشه، استغاثه به قبور داشته باشه، امامان رو مافوق انبیا بدانه، قائل به تحریف قرآن باشه، خرافات و شرکیات این چیزا اعتقاد داشته باشه، هرگز ازدواج کردن یک دختر سنی با او جایز نیست. حتی من عکسش رو هم میگم که یک مرد سنی با یک دختر شیعه ازدواج کردنش جایز نیست، مادامی که اون طرف ملتزم و معتقد به اعتقادات تشیع باشه. چرا؟ چون فرق داره. بید دوستان عزیز، ما خودمان رو فریب ندیم یا ملاهای سیاسی و دیپلمات نباشیم که بالا بگیم حالا به خاطر گل روی فلان علان ما بگیم که نه والا جایز است. جایز نیست. آخرش مشکل پیش میشه، درگیری پیش میشه. فرزندانی که به دنیا میان، مادر میخواد شیعه باشه، پدر میخواد سنی باشه یا برعکس، فرق میکنه. شیعه و سنی با هم فرق میکنه. اعتقاداتمون فرق میکنه. اونا خودشون میگن، خودشون. سید نعمت الله جزایری در کتاب الانوار النعمانیه میگه که خدایی که پیغمبرش محمد باشد و خلیفه او ابوبکر باشد، نه این خدا خدای ماست و نه این پیغمبر ماست. چون میگه خدای ما پیامبرش محمد است و جانشینش، خلیفهش، امامش علی ابن ابی طالب و 12 فرزندش است. ما خودمان رو فریب ندیم که نه والله هیچ فرقی نداره. اما یک شیعه است که به شرک، به خرافات، به این چیزا اعتقاد نداره. شیعه بودن در نزدش یعنی محبت اهل بیت، برتری دانستن علی بر صحابه، شرک قبول نمیکنه، امامت رو قبول نداره، اسمت رو قبول نداره، خمس رو قبول نداره، تقیه رو قبول نداره، صیغه رو قبول نداره و میگه من شیعه علی هستم. این برادر ماست، مسلمان است، مؤمن است، با همین اعتقاد بمیره، موحد باشه، وارد بهشت میشه، با مشکلی نداریم. اما از کجا میتونید اینو پیدا بکنید؟ حتی این تقیه دارن اینا، 19 دین، 9 دهم دین میگن تقیه است. یعنی دین رو 10 قسمت کنی، 9 قسمتش تقیه است. تقیه یعنی چی؟ یعنی به مردم دروغ بگو.
چیزی که در دلت داری پنهان بکن، به مردم دروغ بگو. این تقیه است در نظرش. میاد پیش شما میگه که والله بالله تلا که من مثل شما هستم، هر شما بگید درسته. و اذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. تقیه در نزدش این است. به پایان برنامه رسیدیم. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر که باز هم انشاءالله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. همه تان به پروردگار متعال میسپارم و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني